شروع میکنیم انشاءالله با کسانی که از من چیز رو پاکیم. خیر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، همیشه سخنم رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نمایم، چون کلام الله سبحانه و تعالی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در رساله هایش هنگامی که رساله ها کتابت میکرد، دعوت مردم، دعوت امپریا ها و بزرگان و سرداران غیر عرب و عرب با بسم الله الرحمن الرحیم سخنش را شروع میکرد. از همین خاطر ما هم با بسم الله الرحمن الرحیم سخن خود را آغاز میکنیم، چون در بسم الله برکت است، کمک یاری خواستن از الله سبحانه و تعالی. البته که در این خیر و برکت است. و امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما از این کتاب مبارک قسم دوم، عهد مدنی، عهد مدینه، یعنی عهد مدینه، حیات رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره، حیات سیاسی آن را در بر میگیرد. بر همین سوال جواب بدیم، بعد انشاءالله که درس شروع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، درباره زنگ گرفتن کمی صحبت کنید. مرد باید پیش از زنگ گرفتن چه کارها باید آدم آماده کنه؟ مرد باید اول زنگ بگیره یا اینکه علم بیاموزد؟ این رو انشاءالله که خیلی بدتر صحبت میکنیم این سخن رو. یکم موضوع خاص اگر که زنده باشیم در مورد ازدواج و انتخاب همسر، انتخاب زن، انتخاب شوهر، اگر که زنده باشیم در این موضوعات، موضوعی خیلی نازک داریم در زمان ما و شمایان، چون بیشتر مردم از دین دور شدن و در انتخاب برایشان مشکل شده است و سختی ها میکشند یا انتخاب درست نمایند. در این موضوعات انشاءالله که ما صحبت میکنیم باذن الله تعالی. این سوال رو به بعد میگذاریم. پس اولا تأسیس دوله، قسمت اولی که در اینجا سخن میرود در بین تأسیس دولت، تأسیس دولت اسلامی. كتابته بين المهاجرين والأنصار وموادعه اليهود. رسول الله صلی الله علیه وسلم بین مهاجرین و انصار صحیفه سند خطی نوشت و با یهودیان صلح کرد صلی الله علیه وسلم. قال ابن اسحاق میگه که كتب رسول صلی الله علیه وسلم کتابا بین المهاجرین و الانصار. این که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کتابی رو بین انصار و مهاجرین، یک حجت خطی رو نوشت و در آن با یهودیان صلح بست و با آنها پیمان بست و این یهود رو صلی الله علیه و سلم این یهودیان رو به سوی دین خود خواند. و این یهودیان رو با آن دینی که آنها قرار داشتند از دین یهودیت در دین خود و مال اموالی که داشتند باقی گذاشت، یعنی که بر آنها هیچ تغییرات قرار نداد. بعدش اون شرط و شرایط رو مقرر کرد و از آنها نیز، از این یهودیان، شرط و شرایط ها نیز گرفت، یعنی بیان حقوق عهده‌داری های طرفین بین یهود و بین رسول الله صلی الله علیه و بین مهاجران و که بین اهل مدینه. همین صحیفه مدینه، یا اینکه بگیم که کنستیتوسیون مدینه بگیم، قانون مدینه بگیم، هست که بین آنها بسته شد که این اولین سندهای خطی تاریخی اسلام بود که این پایه دولت اسلامی را مستحکم ساخت، یا که در مدینه منوره این پایه دولت اسلامی را گذاشت.
و سپس مؤاخات بین المهاجرین و الانصار، برادری مؤاخات، برادری رو میگن، برادری بین مهاجران و انصاری ها. قال ابن اسحاق میگوید و اخ رسول صلی الله علیه و بین الصحابه و من المهاجرین و الانصار. ابن اسحاق روایت می‌نماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بین صحابگان خود، بین مهاجران، بین انصاری ها برادری برقرار کرد. یعنی هر مهاجر را با یک انصاری برادر اعلام کرد، یک دیگر رو با هم برادر اعلام کرد. این عمل فوراً بعد هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره صورت گرفت. یعنی سال اول از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریباً 90 نفر مهاجر را با همان مقدار انصاری که جفت کرده بود، و می‌فرماید کانوا اخوانا فی الله اثنین، که دو جفت آنها بین مهاجر و انصار، دو جفت بین هر یکی آنها چی انداخت؟ برادری انداخت. تقریبا 90 نفر. و در ابتدا این برادری که رسول الله با همراهی اینها انداخت تا درجه رسید، تا درجه بود که برادری مؤاخاتی بود که یکدیگر میراث میبردند. تا آن درجه برادری قوی و عظیم و بزرگ. از این نقطه ما باید عبرت بگیریم که ما باید برادری ما به خاطر الله سبحانه و تعالی چنان قوی باشد که حتی در آخرت انسان هایی که با هم دیگر دوست بودند، دوستی رو به خاطر الله کردن، این دوستی آنها به خاطر الله سبب نجات آنها میگردد. برای همین دوستی ما به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد. تا آن دمی که آیت میراث در سال 4 از هجری نازل شد، یعنی که آنها چنان برادری قوی، چنان برادری مستحکمی بین همدیگر پیدا شد، بین مهاجران و انصاری ها، که حتی تا آن درجه که از همدیگر میراث میبردند. حتی در سال 4 از هجری آیت میراث نازل شد و این حکم را بیکار کرد، از همدیگر میراث بودن رو بیکار کرد این حکم را. و این اقدام برای کمک به مهاجران یک مبلغی که در مدینه منوره گذاشته بودند. برای ما شمایان برادران و خواهران بزرگترین یک نمونه است در بین سخاوتمندی انصاری ها. و سپس الاعتداء من الیهود، دشمنی از جانب یهودیان شروع شد. دشمنی از جانب یهودیان. قال ابن اسحاق می‌فرماید ونصبت عند ذلك احبار اليهود لرسول الله صلی الله علیه و سلم العداوه بغیا و حسدا. ابن اسحاق میگوید که در همان زمان اهل کتاب از این روانشناسان یهود، از عالمان یهود و کسان یهودی که در آنجا قرار داشتند، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی آشکار قرار دادند، با او دشمنی آشکار کردند، بر او حسد بودند، بر او صلی الله علیه و سلم کینه ورزیدند و بدخواهی کردند بر او صلی الله علیه و سلم. به خاطر چیست؟ به خاطر آنه که الله متعال این عرب‌های بادیه نشین را با این شرف مخصوص نائل گردانید. در اول قصه، در اول زندگی ما گفته بودیم که یهودی ها منتظر بودند که پیامبری خواهد آمد. وقتی که پیامبری از عرب شد، آنها گمان کردند که از خود است. وقتی از عرب شد، بین این یهودیان، در قلب این یهودیان نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم حسد، کینه، بدخواهی پیدا شد. این نقطه با برادران و خواهران گرامی ما را وادار میکنه که ما باید نسبت هیچ کسی این بدی، حسد و کینه نداشته باشیم. اگر دیدیم که کسی را الله سبحانه و تعالی صاحب مال کرد، کسی را الله سبحانه و تعالی عزت داد، کسی را الله سبحانه و تعالی علم داد، خاصتا باید نسبت آنها احترام ویژه داشته باشیم، نسبت اهل علم و علما. اگر دیدیم کسی را الله سبحانه و تعالی عزت داد در این دنیا، نباید نسبت آنها حسد، کینه، بد اخلاقی یا که بدخواهی داشته باشیم.
چون از نشانه مسلمانی این نیست، این از نشانه یهود است. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از میون عرب الله او را مبعوث به پیامبری کرد، این یهود این حسد و این کینه و این دشمنی را آشکار کردند. با آنها همراه شدند. بعضی مردان اوس و بعضی مردان خزرج که تا حال در باطنشان با همون جاهلیت پیشینه قرار داشتند، که آنها اصلا در این هنگام منافقان پیدا شدند. از این اوس، از این خزرج، همون کینه باطنیشون، همون فکرهای جاهلی پیش از اسلامشون که در این هنگام منافقان پیدا شدند، در دین پدران خود بودند در باطن. در شرک، در انکار کردن قیامت چسبیده بودند. ولیکن الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش اسلام را ظاهر کرد و بر این دینهای باطل غلبه کرد و با یک دل سرجم شدن تمام قبیلت های گوناگون بر سوی اسلام اینجا شد که این قسمت از مردم که اسلام را در خود ظاهر کرده بودند و در باطن در همون دینی با بین خود بودند، منافقانی که ظاهر شدند آیسته آیسته. اما این طایفه دیگر اسلام را انکار کردند. در ظاهر اسلام را آشکار کردند، اما در باطن اسلام را انکار میکردند. یعنی که منافق بودند، منافقی میکردند و اسلام را اینها فقط در ظاهر پذیرفته بودند، اما دل آنها با همراه این یهودیان بود. چون این یهودیان پیامبر را تکذیب کردند، دروغ شماریدند و کبر و حسد کردند، اسلام را رد کردند. انا همین عالمان یهود یا اینکه روانشناسان یهود همان کسانی بودند که با سوالهای پرپیچ‌وتاب و سوالهای طعنه‌آمیز نزد رسول الله می آمدند و با سخنهای متشابه پیچیده کوشش میکردند که حق را به باطل آمیخته کنند. از این عالمان یهود حق را به باطل آمیخته کنند. از این رو است که قرآن همیشه برای آنها و برای جواب آنها، جواب سوالهای نازکشان، الله قرآن ها نازل میکرد، آیه ها نازل میکرد. مثلا اگر ما سوره بقره را نظر نماییم، آیات های زیادی در رد بر سوال های این یهودیان است. اگر سوره بقره نظر نماییم، از اولش برای مؤمنان است، بعد منافقان می شود، بعد یهودیان می شود، بعد همه می رود رد بر آنها، چون سوال های پرپیچیده و افکارهای خبیثانه را در بین مردم در مدینه منوره منتشر میکردن، پخش میکردن، که در این سوره فقط کمی از سوالها درباره حلال و حرام بود که مسلمانان از این سوالها میپرسیدند، با خبر نشدن. پس انا همین یهودیان، روانشناسان یهود که اهل شر و اهل دشمنی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند و همچنین دشمنی نسبت به اصحاب رسول صلی الله علیه و کسانی که ایمان آورده نبودند، اینها دائما همیشه سوالهای مرکب میگذاشتند و برای اسلام و اهل اسلام دامها میگذاریدند تا آنها را خاموش کنند. مگر یک چند نفر از این یهودیان و مانند عبدالله ابن سلام که سپس اسلام آورد و از بزرگان اسلام شد، و همچنین محیریق که در جنگ احد شهید شد و مالش را برای مسلمانان وصیت کرد. و سپس من اجتمع الى اليهود من منافق الانصار، سپس کسانی که از منافقان انصار، از منافقان انصار که با یهودیان پیوستند،
این منافقان با یهودیان پیوستند. قال ابن اسحاق میگوید که و کان ممن انضاف الى اليهود من الذين سموا لنا من المنافقين من الاوس والخزرج. از جمله منافقان قبیله های اوس و خزرج کسانی بودند که نامهایشون برای ما معلوم شده بود و آنها با یهودیان پیوسته بودند، آنها را همراهی میکردند، با آنها همراه شده بودند. و این منافقان عادت داشتند که به مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، مسجد نبی بیایند و سخنان مسلمان ها را گوش بدهند و سپس بین خودشون نشسته این سخنان را مسخره و استهزا کنند و دین اسلام را بر روی همدیگر مسخره بسازند. می آمدند و روز چند از آنها در مسجد جمع شدند، با آوازهای پست سخن می گفتند به طور مسخره آمیز و با همدیگر اینها چسبیده نشسته بودند و در یک گوشه از مسجد نشسته پنهانی سخن می گفتند با همدیگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را دید و فهمید که بدگویی و فتنه افکنده ایستادن اینها و فرمود که صلی الله علیه و سلم آنها را از مسجد به سختی و خیلی بیرحمانه بیرون می‌سازند، دورشان می‌سازند آنها را، منافقین را. و درباره همین گروه یکی از این یهودیان و منافقان اوس و خزرج اول سوره بقره از آغاز تا تقریبا آیت 100 نازل شد. ابن اسحاق میگه که چونه که برای من رسید و الله سبحانه و تعالی بهتر میداند. یعنی آیه های اول سوره بقره خصوصا آیت 8 تا آیت 20 به طور آشکار منافقان را تایید کرد که آنها میگویند که آمنا، ما ایمان آوردیم و در دل خود کافرند و در حضور مسلمانان، در نزد مسلمانان خیلند، سخن آنها را گوش میدهند، سخن آنها را میگویند. در حضور کافران با کافرانند، دیگر خیلند. و این منافقان از این باران گریخته در حالی که در چاه میافتند. از باران میگریزند ولی در چاه میافتند. و این حادثه اولین حادثه بود که برای بیرون آمدن منافقان از مسجد نیز قرار گرفت. یکی اولین حادثه های آشکار شدن منافقان در مدینه منوره بود. سپس ذکر من اعتل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، سپس ذکر کسانی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمار شدند. هنگامی که بر مدینه منوره هجرت کردند، صحابگان کرام بیماری سخت بر بالای سر آنها آمد. قال ابن اسحاق میگوید که حدثنا عن عایشه رضی الله عنها قالت، از عایشه رضی الله عنها روایت است که او گفت، یعنی عایشه، فلما قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه، هنگامی که رسول الله به مدینه منوره تشریف آوردند، حضور کردند، قدمها و هی اوبع ارض الله من حمى، در حالی که رسول الله بر مدینه منوره تشریف آوردن حاضر شدند، از همه جایهای زمین در بیشتر دیده در آنجا وبا بود. وبا، بیماری، تب لرزه بگیم، بیماری سخت. از هر سال دیگه، از هر وبای دیگه سخت‌تر بود. و این بیماری به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم رسید و این صحابگان کرام سخت عذاب کشیدند، ولی الله متعال سبحانه و تعالی رسولش را از این بیماری نگاه داشت صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها میفرماید که ابوبکر، امیر ابن حفیر و بلال و دو غلام آزاد شده ابوبکر همه در یک خانه با ابوبکر صدیق بودند. همه‌شان
با تب لرزه سخت گرفتار شده بودند. و من باشم، عایشه میگوید، هنوز پیش از فرامدن آیت حجاب، پیش از فرامدن آیت حجاب به نزد آنها می رفتم. اینها همش در خانه بودن. به نزد آنها داخل می شدم. حالشون آنقدر سخت بود، حالشون آنقدر بد بود که تنها الله سبحانه و تعالی میدونست که اینا چی عذاب کشیده شدن، چی مشقتی کشیده شدن. عایشه میگه که من با رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم ای رسول الله، آنها بر این بیماری سخت گرفتار هستند، سرگردان شدن، هیچ چیزی رو نمیفهمم. میگوید من هیچ چیزی رو نمیفهمم، حتی حیران سخن میگفت. عایشه رضی الله عنها، رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام دعا کرد، گفت پروردگارا این مدینه برای ما دوست داشته بگردان، مدینه رو در قلب ما دوست داشته بگردان، همان گونه ای که مکه مکرمه رو در قلب های ما دوست داشته گرداندی، این مدینه رو برای ما دوست داشته بگردان. یا باز هم زیادتر گفتند صلی الله علیه و سلم، و گفتند که یا الله در غله، یعنی در خوراکه های آن برکت ده، برکت ارزان نما، و این بیماری ها رو پروردگار رو با فضل کرم دور بساز. و این رو به یک منطقه دیگر، منطقه جحفه میگویند، پروردگار این بیماری رو بین مکه و مدینه است بر آنجا انتقال بده، یعنی دورش از بین ما دور کنید بیماری را. و واقعا هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را کرد در این شیء سختی ها، واقعا پس از این دعا تب لرزه و این بیماری از مدینه برداشته شد، از مدینه دور شد و این بیماری بر آن جحفه رفت، به آن مکان. این جحفه، این مکان تا حاضر یک جای مشهور است و جای به تب لرزه مشهور است در همون مکان. اینم از معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و این حادثه و این بیماری ها در اول ماه‌های هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داده بود. تب لرزه مدینه که این تب لرزه هر سال در فصل گرما از آبها آلوده میشد و برای آن مهاجرانی که از اقلیم مکه آمده بودند خیلی سخت بود، برای آنها سخت میرسید. و با سبب این دعای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که این دلیل محبت بزرگ او بر مدینه منوره است و او مکه رو هم به نهایت دوست می داشت، ولی برای اصحابش دعا کرد که مدینه هم برایش محبوب از مکه میگردد. و این دعای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که مستجاب شد، قبول شد و مدینه به زودی از این بیماری خلاصی یافت و فیض برکت در مدینه منوره منتشر شد و این مدینه منوره که از با سالمترین مدینه ها تبدیل یافت. سپس تاریخ هجرت فقدم رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه یوم الاثنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه به مدینه منوره داخل شدند. در روز دوشنبه حین اشتد الضحى، وقتی که آفتاب خیلی بلند بود، آفتاب خیلی بلند شده بود، تقریبا نصف روزی بود و این در سال 12 ماه ربیع الاول قرار گرفته بود، در سال 12 ربیع الاول. و در این ماه و در این روز سین مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم علاقه بر 53 سالگی رسیده بود و این وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیامبریش علاقه 13 سال گذشته بود. 13 سال علاقه از پیامبریش گذشته بود. 13 سال در راه دعوت چیز میکرد،
تبلیغ میکرد و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مدینه منوره باقی مونده ربیع اول رو و ربیع الاخیر و جماد الاول، جماد الاخیر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه و ماه محرم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه تقریبا 13 ماه پورا ماندن تا آن دمی که ماه صفر سال دوم از هجری قرار کردند که به سوی بدر برآیند. این سال 12 ربیع الاول، سال یکم تا اول صفر سال دوم از هجرت. سال 12 ربیع الاول و یکم هجری موافق بر تقریبا سپتامبر سال 622 از میلادی. این انا همان روز است که تقویم هجری میلادی، تقویم هجری اسلامی قمری از آن روز آغاز یافت. سال 12 ربیع الاول تقویم هجری. و این روز را در تاریخ اسلام به نام مولود نبی که در تاریخ یاد شده است، یعنی روزی به دنیا آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگرچه که در تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم علما اختلاف دارند، اما غالبیت مورخان گفتن سال 12 ربیع الاول است، روز دوشنبه گفتن. اکنون در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که در اینجا این ماه ها را یک سال را قرار گرفتند، زندگی آسایشته و دولت اسلامی خود را برپا کردند و در اینجا بود که غزوات و سرایه و البعوث، غزوه های پیامبر و سرایای پیامبر و بعوث همچنین. اولین غزوه ودان و هي اول غزوته صلی الله علیه وسلم. اولین غزوه پیامبر صلی الله علیه وسلم غزوه ودان نام داشت. یعنی که این غزوه ودان اولین غزوه های رسول الله صلی الله علیه و اولین جهاد رسول صلی الله علیه و سلم بودند. سپس پیامبر صلی الله علیه و در ماه صفر، همون وقتی که از آمدن به مدینه 12 ماه پورا گذشته بود، یعنی 13 ماه بود، یعنی ماه صفر سال دوم از هجری، به صفت یک سرلشکر صلی الله علیه و سلم بیرون شدند تا به آن منطقه‌ای که ودان نام داشت و آن را غزوه ابوا میگویند. همچنین غزوه ابوا همچنین نام دارد. در آنجا رسیدند و هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه صحابگان، هدف آنها قریشیان بود. هدف پیامبر قریشیان بود، از قبیله بین زمره ابن بکر، که در آنجا بین زمره با پیامبر صلی الله علیه و سلم صلح و پیمان بستند. این بین زمره با پیامبر صلح و پیمان بستند، یعنی وعده دادند که با قافله های مسلمانان حمله نمی کنند. این قبیله با قافله های مسلمانان چکار نمی کنند؟ حمله نمی کنند. و همچنین با قریشی ها هم یردان نمی کنند. قبیله همچنین با قریشی هم یردان نمی کنند. این وعده را از آنها گرفته بودند. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشتند و در این سفر یگان جنگ و مقابله نظامی رخ نداد. هیچ جنگ نشد. همین صلح آشتی بین این قبیله بین زمره ابن بکر قرار گرفت. یعنی که سنه که این جنگ قرار گرفت، این غزوه گفتیم کدام سال بود؟ سال دوم از هجرت. سال دوم از هجرت بود و این مسافه تقریبا 150-200 کیلومتر جنوب غرب مدینه، بین مکه و مدینه این قرار داشت. این ابوا که ابوا را گفتیم چی است؟ غزوه ابوا میگن را. ودان، منطقه ودان قرار گرفت و شماره لشکریان تقریبا 70 یا 80 نفر از مهاجران و انصار، از مهاجران بودند و انصاری ها در اینجا اشتراک نکرده بودند، فقط مهاجران بودند همشون.
و اولین بگیم که لشکر نظامی رسول الله صلی الله علیه و که خود رسول الله صلی الله علیه و رو بگیم که شرکت کردن و پیش از این فقط سرایا بود. یعنی سرایا آن گروه های خرد میگن، گروه های خرد که رسول الله در اون اشتراک نمیکرد، یعنی که روان میکرد، یک چند نفر رو با سرداری یک نفر روان میکرد، سرایا میگن، سرایا. و این راهبری بنی زمره مکحوش ابن عمر که با پیامبر صلی الله علیه و صلحنامه بست که تا با آخرین عمرش پیامبر صلی الله علیه و این رو رعایت کرد، این عهدنامه رو. و این غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین نشانه آغاز فعالیت نظامی سیاسی دولت نبوی در مدینه منوره قرار گرفت. اولین آغاز، اولین نظام اسلامی در این جهان که تمام جهان را کفر و شرک همه چیز فرا گرفتگی بود. سپس بعد این سریه عبیده ابن حارث، اولین بیرقی که پیامبر الله صلی الله علیه و خودش بسته بود، اولین بیرق. این سریه چی است؟ سریه آن نظامی هایی که کسی رو رسول الله میفرستد با یک چند نفر از مردم که در اینجا عبیده ابن حارث قرار داشت. ابن اسحاق میگه که قال ابن اسحاق بعث رسول صلی الله علیه و سلم فی مقامه ذلك بمدینه. عبیده ابن حارث فی 82 راکبا. هنوز در اولین ماهای زندگی در مدینه، ماه رجب سال یکم از هجری، رسول الله صلی الله علیه و سلم عبیده ابن حارث ابن عبدالمطلب رو تقریبا با 60 یا با 80 سواره که همه اینم از مهاجران بودند، حتی یک نفر از انصاری با همراه آنها نبود، آنها را مجهز کرد، آماده کرد تا به یک مکان آبگاه که در حجاز قرار داشت، میانی مکانی که ثانیه المور نام دارد، جایی که راه تجارتی قریش بود. همین طریقتی قریش‌ها می‌گذشتند. تقریبا 120-130 کیلومتر جانب غرب مدینه رسیده است، قرار دارد. این خیلی درست. و در آنجا با یک گروه بزرگ قریشیان تحت سروری ابو سفیان یا اکرمه ابن ابو جهل روبرو شدند. در آن مکان روبرو شدند، اما جنگی واقعی نشد. فقط تیر اندازی شد بین هم، چون قافله های تجارت قریش در آنجا میگذشتند. آنها خواستند که چون نمایند آنها را بگیرند، که جنگی واقعی در آنجا قرار نگرفت، اما تیر اندازی شد، تیر خوردن، یعنی که حمله سبوک بود. اما سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه در همان روز یک تیر با کمان پراند. یعنی اولین تیری که در اسلام در راه الله سبحانه و تعالی انداخته شد با دست سعد ابن ابی وقاص اولین تیری که در راه الله در اسلام پرانده شد. و سپس هر دو طرف به همدیگر از همدیگر جدا شدند و مسلمانان در حالت آماده باشی و حفظ شده برگشتند به مکانهای خود، که گفتیم این سنه سال رجب سال یکم از هجری، تقریبا اپریل 623 از هجری بود، میلادی بود. اولین آمادگی نظامی رسمی اسلامی بعد هجرت بود و اولین بیرق سفید که رسول الله صلی الله علیه و خودش به دست مبارکش بستند و با عبیده دادند، چون سرداران آن بیرق را میگرفتند و با عبیده این را چکردن سپردند. و سعد ابن ابی وقاص باشد با همین تیر به عنوان اولین کسی که در اسلام تیر انداخت بر ضد دشمن در تاریخ اسلام این ثبت گشت. اما جنگی شدید فرا نگرفت بین آنها، ولی این سرایا نشان داد که مسلمانان دیگر تنها مهاجران بیچاره نیستند،
که از دستشون چیزی نآید، کار کردن نتوانند، بلکه اولین مخالفت نظامی خود را بر ضد این قریش نشان دادند. بلکه قوه نظامی که پیامبر ساخته بود علاوه که این را به مردم نشان دادند، اینکه می توانند دیگر که چیز راههای قریشی ها را تهدید نمایند. پس این ابتدای مرحله دفاع در از راه تجارتی قریش بود که در نهایت بعد این غزوه بدر کبرا قرار گرفت که حاضر در این موضوع صحبت نماییم. در نهایت غزوه بدر کبرا صورت گرفت. سپس می‌فرماید که ابن اسحاق غزوه سفیان و هی غزوه بدر کبرا، غزوه صفوان که آن را بدر اول و بدر کبرا هم میگویند. قال ابن اسحاق می‌فرماید که ولم یقم رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمدینه حين قدم من غزوه العشیره الا بلیال قلائل ولا تبلغ العشر. پس از بازگشتن پیامبر صلی الله علیه و آله از غزوه عشیره، غزوه بوات که گفتیم، در مدینه فقط چند شبانه روز کمتر از 10 روز دیده موندند در مدینه منوره که ناگهان قرز ابن جبیر فطری یک پیرمرد سختگیر و مشرک بود از قبیله های قریش، با چروای ساکنان مدینه، یعنی همون چروهایی که اهل مدینه میچروندن، حمله کرد. با اون چروها حمله کرد، با مردم حمله کرد. وقتی یک قسمت از آن چروها رو با خود دزدیده بود، با خود گرفت. و رسول الله صلی الله علیه و آله هنگامی که از این حادثه با خبر شد، صلی الله علیه و آله فوراً یک گروه مسلمانان امر کرد و با آنها برآمدند تا با این وادی رسیدند. همین وادی صفوان میگویند، به اینجا رسیدند و این وادی در آن نزدیکی بدر قرار داشت. تقریبا 15-20 کیلومتر از میدان بدر بزرگ بود. از آن 15-20 کیلومتر از آنجا با آنجا نزدیکتر بود. اما این قرز پیشکی فرار کرد بود و رسول الله صلی الله علیه و آله به او نرسیدند. یکی وای علاقه فرار کرد رفت، به او نرسید. از این رو این سفر را غزوه بدر اول، بدر خرد نامیدند. غزوه بدر خرد. وقتی که این چارواها گرفته شدند، رفتند که وای علاقه که فرار کرد. پس در جمادی الاخیر یا رجب سال دومی از هجری، تقریبا فوریه مارت 624 این حادثه رخ داده بود و اولین بار بود که کسی به خود مدینه حمله کند. اولین بار. و این قرز ابن جابر که از بزرگان مشرکان مکه بود و بعداً به غزوه فجار هم اشتراک کرده بود، اشتراک داشت در آنجا و در جنگ بدر کبرا کبیر از طرف کشته شد. همین. اما در اینجا این بدر صغرا خردکی که است که این رو هم غزوه میگویند، غزوه نشان داد، اگرچه در جنگ نشده و فرار کردن گرفتن رفتن. بیانگر اون است که دولت اسلامی علیه قدرت خود بر مردم اکد نشان میدهد، بر مشرکان. اگر توان دارند که از خود دفاع نمایند. و میفرماید که بعد همگی یک چند ماه در 17 رمضان همان سال، در 17 از رمضان همان سال بدر جنگ بزرگ رخ داد. برای همین این سفر رو بدر اول نامیدن. پس سریه عبدالله ابن جحش در این مورد صحبت نکنیم. سپس سریه عبدالله ابن جحش می شود.
سریه عبدالله ابن جحش. گفتین سریه چی است؟ کی میگه سریه چی است؟ از اشتراک کنندگان. سریه ما سریه را چند بار تکرار کردیم، گفتیم سریه چی است. اون کس میدونه سریه چی است؟ کسی میتونه گفته؟ کسی که درس را اگر خوب گوش دهد و می نویسد. سریه نه، مریان سریه. با جنگ صحابگان می رفتن. بله سریه جنگی که پیامبر نبودن. احسن. خیلی سخنان همه شما را اگر ما جمع نماییم کامل می شود. اینه که منظور است که فهمیدید. الله خیرتون بیاد. گوش میکنید. بله سریه. پس سریه چی بود است؟ از سخنانی که گرفتید آنچه که در آن جنگ پیامبر اشتراک نکردند و صحابگان اشتراک کردند و یک گروه اندک، گروه قلیل کمی از صحابگان در اشتراک کردند. بله الله خیرتون بیاد. بهترین. بله گروه میدهکه. خیلی خوب گوش دید. کم که سوال می نماید. پس سپس سریه عبدالله ابن جحش می شود در اینجا. سریه عبدالله ابن جحش که در رجب سال 2 از هجری رخ داده بود و پس از برگشتن پیامبر صلی الله علیه و آله از بدر اول که از اونجا برگشتن، در ماه رجب عبدالله ابن جحش الاسدی که از امیرزاده های مهاجرین بود با همراهی فقط 8 نفر از مهاجران، حتی یک انصاری هم در آنجا قرار نداشت، فرستاده شد. این عبدالله ابن جحش الاسدی. رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش یک نامه پوشیده دادند. برای او صلی الله علیه و سلم یک نامه پوشیده، نامه را نوشتند، در آن چیز محکم دادند و فرمودند 2 روز راه برو، بعد این نامه را باز کن و حتما اول بعد 2 روز وقتی رفتین 2 روزه راه رفتین، سپس این نامه را بکشین. میگه بخونین، سپس این نامه را کجا بخونین و با این نامه‌ای که هست حتما بر این عمل کن. گفته ما را حتما عمل کن. 2 روز رفتی، بعد 2 روز این نامه را بکش و بخون و هیچ کس رو مجبور نکن. تا که با تو بیان. روز سوم عبدالله نامه را باز کرد. هنگامی که 2 روزه راه رفتن نامه را باز کرد و در این نامه نوشته شده بود به نخله وادی بین مکه و طائف برو. رسول عبدالله یک به نخله یعنی وادی بین مکه و طائف برو و در آنجا برای ما از اخبار قریشیان جستجو کن و خبر بیاور که آنها در چه حالتند و چه نقشه ها دارند. عبدالله گفت که شنیدم و اطاعت کردم و با آن 8 نفره که با همراهی عبدالله بود با یارانش گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به نخله فرستاد، به آن وادی بین مکه و طائف، تا از قریشیان خبر بیاوریم و هر کی بخواهد که با ما باشد پس با ما باشد، با ما بیاید و هر کی نمیخواد پس برگردد. چون پیامبر گفت اونها رو مجبور نکن. همه گفتن ما همه با توییم، همه با همراهی توییم. وقتی که این 8 نفر به نخله رسیدن، یک قافله تاجر قریشی دیدن که زیاده از 30 شتر بود. در آن پر از روغن و مالهای دیگر و انگور و هر چیز بود از تجارت. و در این قافله عمرو ابن حضرمی قرار داشت و روز 30 رجب یعنی آخرین روز ماه حرام بود. مسلمانان دودیله شدند. در این هنگام مسلمانان دودیله شدند
اگر امشب حمله نکنیم، اگر امشب ما به آنها حمله نکنیم، صبح آنها به حرم، یعنی به حدود مکه میرسند. لیکن شب سیوم چی بود؟ ماهای حرم قرار داشتند. در ماه حرم هیچ جنگی نبود، هیچ نبود. در این هنگام اینها حیران ماندند که چیکار نماییم. اگر این کار را نکنیم آنها صبح الکی که چیز به حرم، به حدود مکه میرسند و ما دیگر نمیتوانیم کار را انجام بدهیم، به آنها نمیرسیم. اما اگر امشب حمله کنیم و بکشیم، در ماه حرم کشته میشوند اینها، که در این ماه جایز نبود. و در نهایت تصمیم گرفتن که حمله کنند و حمله کردند. واقد ابن عبدالله با تیر عمرو ابن حضرمی را کشت و نیزه با تیر زد، کشت او را. این اولین خونی ریخته شده در اسلام بود بعد هجرت. اولین کشتار، اولین که از مهاجران، اولین کسی را تیر انداختن که از مشرکین بود. و 2 نفر عثمان ابن عبدالله و حکم ابن قیسان را اسیر گرفتند، صحابگان کرام. و 1 نفر اینها که نوفل ابن عبدالله بود فرار کرد، گریخت. و عبدالله ابن جحش با تمام مال و ملک قافله که 30 شتر بود و با 2 اسیر به مدینه منوره برگشتند و همه این چیز را به رسول الله سپردند، همه این ملکیت را. این اولین قافله قریش بود که مسلمانان اینها را حمله کرده گرفتند. اولین شخصی که در راه الله سبحانه و تعالی رفته بود، شخصان، اولین تیرزنی، اولین غنیمت از اسیران جنگ گرفته شد که این گفتم که چیز در آخر ماه حرام بود، ماه حرام بود. و در این مورد آیات 217 سوره بقره در همین باره نازل شده است که جنگ در ماه حرام را چیز اجازه داده شد بر آنها، وقتی که مشرکان اول شرط را شکسته بودند. گفتم در آنجا از مدینه منوره اومدن، چارگویان حمله کردن و گرفتن، دزدیده بردن، الکی شرط را شکسته بودن آنها. و این سرایه که در اینجا قرار گرفت آغاز مرحله نو اقتصادی و نظامی علیه قریش قرار گرفت بود، اولین نظام علیه مشرکین. و بعد از چند هفته به غزوه بدر کبری قرار گرفت. غزوه بدر کبری قوت رسانید. ابن اسحاق میگه که فلما قدموا علی رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما امرتكم بقتال في شهر حرام. اولین چیزی که آنها بر مدینه منوره رسیدن، وقتی که عبدالله ابن جحش و یارانش به غنیمت ها و این 2 اسیر به مدینه منوره رسیدن، پیامبر الله بر آنها فرمود ما امرتكم، من شما را به اجازه نداده بودم، امر نکردم که کسی را بکشید در این ماه حرام، کسی کشته شود. پس ان همین قافله و این اسیران که اینها را نگاه داشتن و هیچ چیزی از اینها را قبول نکردن صلی الله علیه و سلم. وقتی که سخن رسول الله صلی الله گفتن، دست یاران صحابه، آن کسانی که در آنجا اشتراک کردند، خنک شد. گمان کردند که اینها هلاک شدند به این کاری کرده اشون، پشیمان شدند از این کار کرده اشون. و آن برادران مسلمان هم چیز اینها را بسیار سخت ملامت کردند از این فعلشون، چون در این ماه حرام بود. و این هنگام این قریشی‌ها در تمام این جزیره های عرب اعلام کردند که گفتند که محمد و اصحابش و یارانش ماه حرام را حلال شماریدند و آنها خون ریختند، مال غنیمت کردند، غارت کردند و مردان را اسیر گرفتند. در همه جزیره عرب آنها چیز قریشیان اعلام کردند، فتنه کردند. و آن مسلمانانی که هنوز در مکه مکرمه مانده بودند بر آنها پاسخ میدادند. و میگفتند که آنها این کار در ماه شعبان کردند، نه در رجب. و
و این بحث زیاد شد و مردم دو طرف سخنهای گوناگون میگفتند و این هنگام که الله سبحانه و تعالی این آیه کریمه سوره بقره آیه 217 را نازل کرد. یسألونک عن الشهر حرام، ای محمد تو را از این ماه حرام بپرسند. قتال فی، آیا در این ماه قتال هست؟ قل قتال فیه کبیر، بگو قتال جنگ در این کلان است، جنگ بزرگ است. و صد عن سبیل الله و کفر به والمسجد الحرام و اخراج اهلیه منه اکبر عند الله والفتنة اکبر من القتل. ای پیامبر، بر تو در باره جنگ در ماه حرام پرسند، بگو جنگ در آن ماه بزرگترین گناه است. گفت جنگ در این ماه بزرگترین گناه است، ولی از راه الله باز داشتن و به الله در این مسجد الحرام کفر ورزیدن و اهل آن را از آنجا بیرون کردن، نزد الله این گناه بزرگتر است، عظیمتر است. و الله فرمود که والفتنة اکبر من القتل، و فتنه به معنی شرک است. شرکی که در اون مکه می آوردن، گفتن این فتنه شرک، این سرکشی مشرکان در این شرکشون از کشتن بدتر است، از کشتن بزرگتر است. وقتی که این آیه های قرآنی نازل شد، الله سبحانه و تعالی دل مسلمان از دل مسلمان این غم و تشویش را برداشت، دور کرد. و این هنگام رسول الله این غنیمت و این اسیران را قبول کردند صلی الله علیه وسلم و همه این چیزها حلال و قانونی گشتند. و این آیه کریمه اولین اجازه آشکار برای جنگ با مشرکان را در این ماه حرام قرار گرفت و اولین غنیمتی که قسمت کرده شد خمس، یعنی از 5 یک حصه آن برای الله، برای رسول الله، برای اشتراکچیان. و یکی از این اسیران حکم ابن قیسان بعدتر مسلمان شد و آزاد کرده شد. دیگر عثمان ابن عبدالله که فدیه یعنی پول دادن آزاد شدن، او را خریدن. و این حادثه نشانه آن بود که دولت اسلامی اکنون بر مرحله دفاع و مرحله حمله پیشگیری شده آماده است. آماده است که از دیار خود، از دین خود دفاع نماید. آماده است که دشمن را حمله کند. بعد چند هفته در اینجا علاقه غزوه بدر کبرا صورت گرفت. غزوه بدر کبرا صورت گرفت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیک که اشتراک دارین، الله خیرتون دهد. پس در اینجا بعدی چند مدت، چند هفته غزوه بدر کبرا صورت گرفت که این قسمت عظیم است. صرف القبلة الى کعبه، سپس گردانیده شدن قبله به سوی کعبه، چون پیش از این آنها طرفی که چون میخوانن طرف بیت المقدس نماز میخوانن. رسول الله با همراه صحابگان که در مدینه منوره. قال ابن اسحاق میگوید که و یقال صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا. ابن اسحاق بر ما یادآوری میکنه که گفته میشود که قبله در ماه شعبان که هنوز 18 ماه از آمدن رسول الله صلی الله علیه و بر مدینه منوره نگذشته بود، از بیت المقدس، یعنی از قدس فلسطین، به سوی کعبه گردانده شد. در اینجا که تاریخ معروف ترین 15 شعبان سال دومی از هجری، موافق روایت بخاری و مسلم، که دوشنبه میانه ماه شعبان
بعضی از روایات 16 و 17 از شعبان میگویند و از هجرت هرگز 18 ماه تقریبا چیز گذشته بود. همینده. و این حادثه چگونه رخ داد؟ این حادثه چگونه رخ داد؟ یعنی تغییر قبله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد بنی سلیمه که این مسجد را امروز مسجد قبلتین میگویند، مشهور است مسجد قبلتین، مسجد دور دو قبله، نماز ظهر یا نماز عصر را میخوانند صلی الله علیه و سلم. 2 رکعت نماز به سوی بیت المقدس خوانده بودند. 2 رکعت نماز را خوانده بودند. یا پیشین بود که عصر بود که ناگهان جبرائیل علیه السلام آمد و آیت سوره بقره 144 را بر پیامبر نازل کرد. در داخل نماز در 2 رکعت اول بودند. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ای پیامبر بدروزه که ما چهره تو را به سوی آسمان نگران میبینیم. فلنولینک قبلة ترضاها، ای پیامبر ما حتما برای تو قبله را نشان میدیم که تو از آن راضی میشوی. چون رسول الله پیش از این دیدش به سوی کعبه میکشید، میخواست، قلبش میخواست که چیز قبله مسلمانان کعبه شود. برای این آیه را الله نازل کرد. ای محمد، ای پیامبر ما درسته که چهره تو رو طرف آسمان میبینیم، میگه از تو خواهش میکنم، از تو چیزی را میخوای ای محمد. فلنولینک قبلة ترضاها، ای محمد حتما برای تو قبله رو محیا مثل نشان میدیم که تو از آن راضی میشوی. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، ای محمد تو چهرت رو به سوی مسجد الحرام میگردون در این حالت در داخل نماز. فولی وجهک شطر المسجد الحرام حیث ما کنت، در هر جایی که باشی بگردون. فولی وجهک شطر، و فرمود چیزی فرمود که شما هم ای مومنان چهره خود را طرف مسجد الحرام بگردونید. و رسول الله صلی الله علیه و آله هنگامی که این آیه نازل شد فوراً در همین نماز روی به سوی کعبه گرداندند و آن جماعتی که با هم روی پیامبر بودند همگی به سوی آن برگشتند. و از همان روز این مسجد القبلتین نامیده شد. مسجد دوره 2 قبله مشهور شد. مسجد یعنی که این آرزوی دیریه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که همیشه با آسمان نگاه میکرد و انتظار این فرمان الله بودند. و این طعنه یهودیان که میگفتند محمد حتی قبله خود را ندارد، میدونستند که این پیامبر است ولی که طعنه ها میزدند، میگفتند محمد حتی قبله خود را ندارد. از ما میکند این محمد، از قبله ما پیروی میکند. رد قاطع برای این یهودیان بود. و کعبه از زمان ابراهیم علیه السلام قبله حقیقی بود و این کعبه با فرمان الله سبحانه و تعالی بنا شده بود و این مسلمانان تا روز قیامت این کعبه را قبله خود پذیرفتند تا آندمی که چون که در اشراط ساعت میآید که کسی پیدا می شود که این کعبه را چکار می نماید؟ میشکند، کعبه را نابود می سازد. از این رو یکی از مهمترین روزهای تاریخ اسلام است که در بعض جایها این را همچون روز قبله جشن میگیره که این از اسناد پیامبر نیست، درست نیست، اما این روز تاریخی است. سپس در اینجا غزوه بدر کبرا شروع می شود. غزوه بدر کبرا عظیم بزرگ شروع می شود. هر چی ننویسیم برادر، درس گوش میدید. حسین درس گوش کرد. بله، بیت المقدس این مسجد اقصی هست، در فلسطین قرار دارد. بله، مسجد اقصی که امروز در زیر دست این یهودیان خبیث قرار دارند
و آن را محاصره کرده گرفتگی هستند و مسلمانان در آن زیر عذاب و ظلم مردم قرار دارد. الله آنها را هدایت نماید. بارک الله فیکم. اگر هر چیزی نفهمه باشید میتونید که بنویسید تا که با فراتر بفهمید این زندگی نام زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم را. الله خیرت بیاد. جزاک الله خیرا. سپس غزوه بدر کبر و کلان بزرگ شروع می شود. ابن اسحاق فرمودند که سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر یافتند که ابو سفیان ابن حرب از شام، یعنی که از سوریه، با یک قافله بزرگ تجارتی قریش برمیگردد. این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شد. بارک الله فیکم. اگر کسی سوال داشته باشد سوال ان شاء الله که سوال رو بنویسید، ما بعد درس جواب میدهیم. اگر سوالی که واسه بعد درس باشد جواب میدیم. اگر سوالی که بیرون از درس باشد بعد درس ان شاء الله که اگر همینجا باشد پس سوال های شما جواب میگردانیم. و علیکم السلام. بارک الله فیک. سوال رو بنویسید. چیزی که واسه بعد درس باشد جواب میدهیم ان شاء الله. اگر بیرون از درس باشد منتظر باشید بعد درس ان شاء الله که جواب میگردانیم باذن الله تعالی. الله خیر بیاد. از این اسحاق میگوید که سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر یافتند که ابو سفیان ابن حرب از شام، یعنی که از سوریه، با یک قافله بزرگ تجارتی برمیگردد و در آن قافله مال و ثروت زیاد قریشیان بود که زیاده از 30 و 40 نفر مرد از قریشیان آن مال را همراهی میکردند. و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حادثه خبر یافت، مسلمانان را به سفر دعوت کردند و فرمودند این قافله قریش است که در آن مالهای آنهاست، مالهای شماست. یعنی چون هنگامی که صحابگان کرام هجرت کردند مالهای آنها را گرفتند که بیایید به سویش رویم، شاید الله آن را برایتون غنیمت گرداند، این مال عظیم را. و مردم آماده شدند و بعضی ها زود برخاستند و بعضی ها دودیله شدند، چون هیچ کس گمان نمیکرد که جنگ جدی می شود و آنها فکر میکردند که فقط قافله را میگیرند و برمیگردند این مال را. و ابو سفیان هم وقتی که به حجاز نزدیک شد که دائما از راهگذران خبر میپرسید و از اهل مدینه میترسید و در نهایت از یک راهگذر شنید که محمد صلی الله علیه و سلم با صحابگانش برای قافله برآمدند، برای قافله شما. و در این هنگام بود که ابو سفیان فوراً خواطر شد و هر لحظه ابن عمرو غفاری را فرما میداد و با سرعت به مکه میگفت که بیرو. این ابن عمرو غفاری را با سرعت به مکه بیرو و قریشی ها را از این خبر آگاه کن که محمد با لشکرش برای مالهای شما برآمده است و زود بیاری بیایید، زود بیاری بیایید. و در این هنگام قریشی ها وقتی خبر بر آنها رسید با شتاب آماده شدند و گفتند آیا محمد با اصحابش فکر میکنند که مثل قافله عمرو ابن حضرمی رو در سرایا بوده، در سرای نخله، مثل هم با آسانی به دست بیارن؟ و گفتم قسم به الله امروز میبینن که برای اونا چی میشود، برای پیامبر صلی الله علیه و اصحابش. در این هنگام همه بزرگان قریش بیرون شدند
کسی خودش آمد، کسی جایگزین کسی دیگر رو جایگزین خودش گذاشت، قایم مقام خودش گذاشت، در حالی که هیچ یک از ثروتمندان آنها، سردارهای آنها در خانه باقی نماند، برآمدند. و این در سال 17 رمضان سال دوم از هجری 8 مارس سال 624 صورت گرفته بود و در اینجا شماره مسلمانان بر 313 تقریبا 317 نفر بودند که 83 مهاجر بود و 231 انصار که با همراه خود زیاده از 70 شتر داشتند، 2 اسب. اما شماره لشکریان قریش باشد 950 تا 1000 نفر بود که 700 نفر آنها زیر پوش بود، 100 اسب داشتند، 700 شتر داشتند، مجهز شده بودند، آمادگی کامل. و هدف ابتدایی مسلمانان چی بود؟ فقط این قافله ابو سفیان را به دست بیارن، نه به جنگ، اون را به دست بیارن. و این هنگامی که ابو سفیان از این خبر آگاه شد، راه را تغییر داد، فرار کرد و نجات یافت. اما لشکر قریش الکی در راه افتاده بود و برگشتن نمیخواست برگردد و قسم یاد کرده بودند که یک ادب میدهند این مسلمانان را. و این اولین جنگ بزرگ مسلمانان، آغاز پیروزی آشکار بر ضد این مشرکان بود که الله میفرماید لقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. بدروسی که الله شما را در بدر یاری داد در حالی که شما ضعیف و کم بودید. قال ابن اسحاق میفرماید که عن عروه ابن زبیر، از عروه ابن زبیر قال لما اجتمعت قریش المسيرة ذكرت الذي كان بينه وبين بني بكر. عروه ابن زبیر روایت میکنه که گفت وقتی که قریش قرار گرفتند که به سوی بدر بروند، ناگهان به خاطرشان افتاد، در ذهنشان آمد که بین آنها قبیله بنی بکر، در قبیله بنی بکر بین آنها دشمنی وجود دارد و می ترسند که هنگامی بیرون شدن بنی بکر از پشت به مکه حمله کنند. قبیله بنی بکر رسول الله عهدنامه کرده بودند و این فکر اندیشه قریب بود که آنها را باز بدارد، بر بگرداند از این کارشان. و در همین حالت بود که شیطان ابلیس به صورت ابن ملیک ابن جعموش مدلجی به صورت این شخص از بزرگان قبیله بنی کنانه پیدا شد. در نزد این قریشی ها خودش پیدا کرد به شکل انسانی و گفت من کفیل شما هستم، شما را که حفظ حمایت میکنم که کنانه از پشتتان است و با شما هیچ چیز آسیب نمیرساند. شیطان را نگاه کنید. و این سخن را هنگامی که از این شیطان شنیدن که با صورت یک از قوم آمده بود، همین سخن قریش را وادار کرد که با سرعت با دلپرانه باز بیرون برآیند، هجوم کنند. و ابن اسحاق گفته است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اول ماه رمضان سال دوم از هجری تقریبا روز 8 رمضان با اصحابش به سوی بدر برآمدند در 8 رمضان و عثمان ابن عفان
یا در بعضی از روایت ها ابو لبابه یا عمر ابن المکتوم اینها را حاکم مدینه گذاشتن. در مدینه در اونجا یک کسی را گذاشتن رهبر، و در اینجا یک بیرق سفید لیوای اکبر را به مصعب ابن عمیر سپردن. بیرق سفید را و مصعب ابن عمیر پیش لشکر با دو بیرق سیاه دیگری بود. پیش لشکر دو بیرق سیاه دیگری بود. بیرق مشهور به نام عقاب نام داشت. این بیرق مشهور به نام عقاب به دست علی ابن ابی طالب این بیرق داده شد و بیرق دیگر به دست سعد ابن معاذ که سرور اوس بود، از انصار بود، از انصاری ها، موافق این روایتی که ابن هشام گفته است. یعنی که روز برآمدن از مدینه روز 8 از رمضان سال 2 از هجری بود. از مدینه برآمدن. از این شخصیت ما گفتن عثمان ابن عفان یا که ابو لبابه یا که عمر ابن مکتوم را در آن چکار کردن؟ به حیث حاکم رهبر قرار دادن. و جنگ بدر کبری سال از 17 از رمضان روز جمعه صورت گرفت. این جنگ بزرگ و این عقاب بیرق سیاه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که از این زمان جنگ بدر تا آخرین غزوه ها همراه لشکر قرار گرفت. بیان نماید که یکی از آشکارترین دخالت های شیطان در تاریخ اسلام در مکه مکرمه نه در آنجا در دارالندوان داخل شده بود، در اینجا داخل شده بود. برای شیطان در هر جای قرار می‌گیرد که در سوره انفال ذکر شده است. و در این قریش عتبه، شیبه، امیه ابن خلف، ابو جهل و غیره در این جنگ اشتراک داشتند. در این جنگ اشتراک داشتند. گفتم که این جنگ در آغاز 17 رمضان روزی که تاریخ اسلام جهان را دگرگون ساخت شروع شد. قال ابن اسحاق میگوید که وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 بعيرا که شطور اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن روز در بدر همگی 70 بود. 70 تا شطور بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه به بدر همگی با 70 تا شطور برآمدند. بنابراین 4 نفر نوبت به نوبت یک به یک به این شطور سوار میشدند. مثلا علی، ابوبکر و عمر یک با نوبت به شطور سوار شدند. و خبر رسید که لشکر قریش با حضرت به سوی بدر آید، و علیه السلام با اصحاب مشورت کردند و این حالت دشمن را شرح توضیح دادند. اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه برخاست و یک سخن نیکی گفت. سپس عمر فاروق رضی الله عنه برخاست و سخن نیکی گفت. سپس مقداد ابن خواست و گفت ای رسول الله، هر جایی که الله بر تو نشان داده است ما با تو هستیم. قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است ما با تو هستیم. هرگز سخن تو را نمیگوییم، چون که بنی اسرائیل به موسی میگفتند ما نمیگوییم بلکه ما ها میگوییم.
چگونه اسرائیل با موسی علیه السلام گفتن که اذهب و ربک فقاتلا، تو با همراهی پروردگارت برو و شما جنگ کنید، ما در اینجا می‌نشینیم. هرگز قسم به الله ما این سخن نمیگوییم. میخواد این امر گفته شده است، بلکه ما میگوییم ای پیامبر تو ما با همراهی تو برویم و جنگ بکنیم و میگوییم که با همراهی پروردگارت برو و ما نیز با همراهی شما و جنگ. مالش Amiga, tirando isso, aí Ansolio que sabe الله اعلم اینجا مقداد ابن عمر گفته شده است، شاید در دیگر روایات صد باشد. Ansolio بونه رسول الله علیه و سلم زمانی که در منطقه متعرض مثلا کیس میکنیم دیگه رفتیم که من چند رو کمبوش سردی شاید سردی الله اعلم شاید. خیلی سپس در اینجا چیز در اینجا این حادثه رخ می‌دهد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حادثه خیلی خوشنود می‌شود و دعا می‌کند صلی الله علیه و سلم و تبسم کردند و بعد فرمودند ای پیامبر، ای مردم به من مصلحت بدهید. گفتند ای مردم بر من مصلحت بدهید. در اینجا همین انسانی کی است؟ مقداد است. مقداد گفتگی است. این سخن مقداد میگوید. باز در دیگر روایت ان شاء الله که رو میبینه. اینه که این از این سیرت ابن هشام در اینجا این سخن مقدام میگوید. مقداد ابن عمر، مقدام ابن اسود الکندی. سخن در اینجا چی بود؟ گفت پیامبر صلی الله علیه و آله از این سخن خیلی خوشحال شد و خوشنود شد و او دعا کردند و تبسم کردند. بعد فرمودند ای مردم به من مصلحت دهید. با همدیگر مصلحت مشورت کردند و در اصل پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستند انصار را در اینجا آزمایش کنند، انصاری ها را امتحان کنند، چون انصاری ها اکثر لشکر بودند و هنگام بیعت عقبه گفته بودند در بیعت عقبه گفتند ای رسول الله ما با تو در مدینه چگونه که از مال و جان خود دفاع میکنیم از تو همین گونه دفاع میکنیم. گفته بودند در بیعتشان. گفتند که ای رسول الله اگر تو بر مدینه نرسی ما مسئولیت حفظ تو رو نداریم، نمیتونیم تو رو حفظ نماییم، ولی وقتی به خانه ما آمدی تو در زیر حمایت ما هستی، مثل فرزندان زنان ما حمایت میشوی، چون از زنان خانه ها و فرزندان خود دفاع میکنیم، از شما هم همین دفاع میکنیم. از این رو پیامبر الله صلی الله علیه و آله میخواستند بدونن که آیا انصار با آن عهدی که بستند با آن هستند؟ آیا انصاری ها بیرون از مدینه جنگ میکنن؟ چون از مدینه برآمده بودن، بیرون از مدینه جنگ میکنن یا نه؟ و در اینجا این لحظه تاریخی فرا میرسد که سعد ابن معاذ رضی الله عنه سرور قبیله اوس برمیخیزد و آن سخن مشهور جاودانه خود را در بین این مردم میگوید که در آینده میگه ذکر مینامیم این را.
و در اینجا نقطه در اطراف گردش بدر سخن رفت. چون اگر انصاری ها نمی گفتند در این جنگ، اگر انصاری ها نمی گفتند همه چیز تمام شد. آنها برمیگشتند در خانه های خود. اما آنها همه این انصاری با صداقت کامل بله گفتند. این بله گفتن انسان اینها با بله گفتن انسان اینها تاریخ اسلام دیگرگون شد. جهان دیگر شد. قال ابن اسحاق میگه فکان رسول الله صلی الله علیه و يتخوف ألا يكون الأنصار يرى عليها نصرة إلا لمن زحمه بالمدينة من عدوه. ابن اسحاق روایت میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و آله می‌ترسیدند که شاید انصار فکر کنند که وظیفه آنها فقط حمایت پیامبر صلی در داخل مدینه است. در داخل مدینه. و هیچ عهده ندارن در بیرون مدینه. همون بیرون شدن دیگر هیچ عهده در حق انصار نیست. که بیرون از مدینه با دشمنان جنگ نکنند. اینگونه فکر رو کردن. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله دوباره مصلحت پرسیدن، سعد ابن معاذ رضی الله عنه گفت والله قسم به الله ای رسول الله والله گویا که تو مرا در نظر داری. حس کرد گویا که تو مرا در نظر داری ای رسول الله. پیامبر الله این هنگام فرمودند بله همین طور است، من شما را در نظر دارم. سعد گفت ای رسول الله ما با تو ایمان آوردیم، تو را تصدیق کردیم و شهادت دادیم، شهادت بر حق دادیم. آنچه که تو آوردی حق است ای رسول الله. ای رسول الله ما بر تو وعده و پیمانهای سخت اطاعت را دادیم. پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم هر جایی که میخواهی رو پس برو، ما با توییم. قسم به آن ذاتی که تو رو به حق فرستانده است، اگر تو ما رو به بحر دراری و خودت به آن درایی، همه ما با همراهی تو داخل آن میشویم. حتی یک نفری از ما عقب نمیماند. ما از آن نمیترسیم. ما از آن نمیترسیم که فردا با دشمنان روپرو میشویم. ای رسول الله ما در جنگ صبر کننده ایم و در مقابل رازگو وفاداریم ای رسول الله. و امیدوار هستیم که الله از ما آنچه را نشان دهد که چشمان تو ای رسول الله روشن شود. ای رسول الله با برکت الله با ما راه پای ببند، با ما باش. قدم زن به پیش رفتیم میریم. و این سخنان سعد ابن معاذ فهمیدین؟ فرق بین سخنان سعد ابن معاذ و سخنان صحابه دیگر. پس این سخنان سعد ابن معاذ، این سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را خیلی خوشحال کرد. رسول الله را یک نیروی بخشید و از فرمود راه بروید و خوشخبر باشید، خوشحال باشید و بدونید که خوشخبری خوشحالی برای شما آمد. الله بر من وعده داده است که یکی از این دو گروه قافله که لشکر به دست ما میافتد. یکی از این یا که قافله یا که این لشکر، این که لشکر ابو سفیان منم یکی از دو به دست ما میافتد. قسم به الله خوردن، قسم به الله که حاضر گویا اینکه من جایهای افتادن دشمنان را با چشم خود دیده ایستادم.
جای شکست آنها را با چشم خود دیده ایستادند. و سپس از این پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیکی بدر فرود آمدند. خودشون و با یک نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابوبکر یا که علی، که قرار داشتن با پیرمرد از بویدیانشینان اعرابی روپرو شدند و پرسیدند از قریش و از محمد و از اصحابش چه خبر داری؟ چه خبری داری؟ پیرمرد گفت تا شما نگویید که از کجا هستید من هیچ چیز نمیگویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر تو خبر دهی ما هم میگوییم. پیرمرد گفت خوب، راضی. به من گفتند که محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش روز فلان برآمدند. پیرمرد گفته است روز فلانی برآمدند. اگر روز گفته باشند امروز به همین جای در همین جای هستند، یعنی من از همان جایی که پیامبر بود به من گفتند که قریش روز فلانی برآمدند اگر راست باشد و امروز در آن جای هستند، یکی در آن جایی که لشکر قریش، میگه با خبر این پیرمرد باید امروز البته لشکر پیامبر در اینجا رسیدگی باشد و قریش هم در آنجا رسیدگی باشند. هر کدام جای خودش البته که رسیدگی است. وقتی خبرش تمام شد پرسید که شما از کجا هستید؟ سپس باید جواب را بگیرد. پیامبر اسلام فرمود ما از آب هستیم، از آب آمده ایم. اشاره به آیات قرآنی میکند صلی الله علیه و سلم که الله فرمود که ما از آب هر چیزی رو زنده گرداندیم. از آب هر چیزی رو زنده گرداندیم. و سپس فرمودند که پیرمرد حیران ماند در اینجا و با خود گفت از آب؟ آیا از آب عراق؟ نه، حیران پیرمرد از آب عراق گفت. قال ابن اسحاق ثم رجع رسول الله میگه الى اصحابه فلما امضى. سپس میفرماید که ابن اسحاق پس از بازگشت با اون پیرمرد گفتن و بازگشتن رسول الله اصحاب با اون پیرمرد هنگام شام پیامبر الله صلی الله علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام و سعد ابن ابی وقاص با چند نفر دیگر به سوی آب بدر آنها را فرستادند تا از اونها خبر بیابند. یک چاهی بود، یک آبی بود. و در آنجا این صحابگان کرام دو تا از غلامی که آب میکشیدن برای قریش اونها رو دستگیر کردن. دو تا از اونها دستگیر کردن این صحابگان کرام. یکیش اصلا غلام بنی حجاز بود، دومش یرید ابن یسار غلام بنی از ابن سعید بود. و این دو نفری که بعد از افتادن اونها رو به نزد رسول الله صلی الله علیه و آوردن در حالی که پیامبر صلی الله علیه و در نماز بودند، نماز خانه ایستاده بودند. اولا گفتن که ما آبکشان قریش هستیم، برای لشکرشان آب میبریم. اصحاب آنها را نخواستند، امید داشتند که برای کافران، برای همین قافله ابو سفیان چیزی خبر بگیرند. بنابراین آنها را زدند و غلام ها وقتی آنها را زدند آنها از ترس چیکار کردن؟ در سخن آمدند و گفتند که ما برای ابو سفیان، ما همراه ابو سفیان هستیم، قطعی ابو سفیان هستیم. هنگام این سخن گفتن آنها را رها کردند، هر دوش را رها کردند. پیامبر اساسا نماز را خانه تمام کرد و فرمودند که حیران شدم از شما حیران شدم. وقتی که راست میگفتند آنها
وقتی که راست میگفتن میزنید، وقتی که دروغ گفتن اونها رها کردید. گفتن که قسم به الله آنها راست گفتن. آخر آنها راست گفتن. آنها برای لشکر قریش هستند. پیامبر گفتن که اکنون شما بگویید که قریش اکنون در کجا هستند، در کجا قرار دارن قریشیان. و آنها گفتند که قسم به الله این قریشیان در پشت همون تپه کلان که در آن طرف وادی میبینیمش در آنجا قرار دارد. اینکه طرف دیگری از بدر قرار دارند. و پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند که شمارهشون چند باشد؟ چند از شماره آنها؟ گفتند خیلی زیاد است. گفتند دقیق چند نفر است؟ گفتند نمیدونیم. تقریبا هر روز چند شتر میکشند. از کشتن شتر الکی معلوم میشه که چند نفر هستند. تقریبا هر روز چند شتر میکشند. 9 تا 10 شتر هر روز میکشند. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که پس شماره آنها بین 900 و 1000 نفر است. در حال پی بودن صلی الله علیه و سلم. و آنها را نام به نام گفتند. عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو بختر ابن هشام، حکم ابن حزام و نوفل ابن خویلید، حارث ابن عامر. خلاصه همه آنها را گفتند. امیه ابن خلف و ابو جهل، عمر ابن همین رو خلاصه هم مشهور شدن. سهیل ابن عمرو گفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله با اصحاب رو آوردن و فرمودند که این مکه است. این مکه است. یعنی این بهترین، عظیمترین، ارزشمندترینش رو، یعنی اینها ارزشمندترین و بهترین آنها اصلا اینجا آمدن. و شما امروز آمدن. و این سخن رسول الله صلی الله علیه و آله هنگامی که رسول صحابه اینا گفتند که اینها واقعا بهترین و پرقوت‌ترین مردان قریش بودند. و امروز خود مکه خالی است دیگر، یعنی خود مکه خالی است، چون همه بهترینه که اومدن در اینجا گشتن، مکه خالی است. اگر با آنها مغلوب شوند، اونها را غلبه کنند، دیگر کسی باقی نمیموند که بر ضد اینها بجنگد. خلاص دیگر اونها شکست میخورند، شکست خودند. پس حالا همه چیز آماده بود. در این شب 17 از رمضان این شب فرا رسید و لشکر الله سبحانه و تعالی که از 313 نفر عبارت بودند و این لشکر شیطان که 1000 نفر بود در پشت این تپه قرار داشتند. و این بود که صبح جمعه فرا رسید. و این روز بزرگ، روز تاریخ کبیر و بزرگ که الله وعده کرد برای آنها نصرت را. اذ یریکم الله فی منامه قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم. که این آیت انفال نازل شد. ابن اسحاق میگوید که سفیان به جای منزل مسلمانان رسید و از پاروی شتر یک مشت گرفت. پاروی شتر آن را پاره کردن خیل ابو سفیان و نگاه کرد که در داخل آنها دانه خرما است و فوراً در حال گفت این پاره شترهای یثریب است. یکی اخلاط پاروی شترهای یثریب مدینه است. همین بود که زود برگشت و این قافله را برای بدر برد، برای دیگری برد و این بدر و این جنگ را از طرف چپش گذاشت، فرار کرد با اون قافله ها.
با سرعت تمام کامل دور شد و این هنگام این قافله نجات پیدا کرد. وقتی ابو سفیان دید که قافله‌اش در امان مانده است، یک کسی رو فرستاد از لشکر قریش به لشکر قریش نزد آنها برود و بر آنها گفته شود که شما فقط برای حفظ این قافله آمدید. پس چرا با مردان و مالکیتتان برآمدید؟ همه برآمدید. پس الله مالکیت شما را نجات داد، دیگه بر بگردید، مال شما در حفظ است، دیگه بر بگردید. اما ابو جهل ابن هشام گفت قسم به الله بر نمیگردیم تا به اینکه به این بدر نرسیم، تا اینکه 3 روز در آنجا نمانیم که این بدر، این مکان یک بازار هر ساله بادیانشینان عرب ها بود و هر سال مردم در جمع شدند و گفتند که این ابو جهل که ما آنجا شتر میکشیم و ضیافت میدهیم، خوراک و شراب میدهیم، سرودخوانی ها میکنیم تا یک تمام قدرت، تمام عرب از این قدرت ما، از این جنبستی ما خبر بیابند. این کار رو میکنیم در آنجا تا اینکه تا ابد از ما بترسند. و در همین وقتی که لشکر بر جحفه بر آنجا رسید که اخنس ابن شریق یا که شریق که از بنی زهره بود به قبیله خود گفت ای بنی زهره، الله این مالکیت آنها را نجات داد و دوست شما این محرم ابن نوفل هم در قافله بود و نجات یافت که شما فقط برای حفظ او برآمده بودید. اکنون برگردید، نگذارید که این جنگ بیهوده شود، دیگر جنگ بیهوده شود. و گفت که این اخنس، این ابو جهل، اینه که عمرو ابن هشام سخنهای بی معنی بیهوده میگوید، اینه که اهمیت ندهید. و این بنی زهره این سخن اخنس را قبول کردند و همه برگشتند. از بنی زهره و بنی عدی قبیله عثمان ابن عفان حتی یک نفر هم در این بدر نبود، قرار نداشتن یکی از اینها، غیر از این دو قبیله، یعنی از همین قسمت های قریش کسی دیگه در آنجا چیز نبرآمده بود. همه از بخش های قریشی بودن. اما باقی مونده با این سروری قریش به سوی بدر رفتن، دیگه توقف نکردن، دیگه سخن ابو سفیان گوش ننداختن. اونا را گفت خیلی برگرده، دیگه مال شما در حفظ است، دیگه چیکار میکنه؟ و این هنگام ابو سفیان با دانش تیزی خود فهمید که مسلمانان در نزدیکی هستند. هنگامی که این پاروی این شتران رو دریافت و از آنها درک کرد که اینا یثریب هستند و گفت که اگر ابو جهل گوش میکرد این خبر ما را، سخن ما را، جمع نمیشد و فعالیت و تاریخ دیگر میشد. و همچنین چیز برگشت بنی زهره، تقریبا که 300 نفر بودن، 300 نفر بودن. لشکر قریشیان رو کم کرد و الله سبحانه و تعالی با همین حال این لشکر مشرکان رو کم کرد. لشکر مشرکان کم شدند تا الله سبحانه و تعالی این مسلمان ها را پیروز بگرداند. و حالا هنگامی که بعد اینجا رسیدند دیگر راهی برگشت نبود. لشکر قریش با تکبر و غرور به سوی بدر می آمدند
و لشکر پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد با تمام ایمان با توحید انتظار آنها بودند و در اینجا صبح جمعه 17 رمضان سال دوم از هجری فرا رسید که این روز فرقان، روز جدا شدن بین حق و باطل فرا رسید. ابن اسحاق میگه که قریشیان رسیدند به طرف دورتر از این وادی که این را عدوة القصوا میگویند. در آنجا فرود آمدند که در آنجا اینها قرار گرفتند. در این حالی که در آنجا چاه بود، در این عدوة القصوا یک چاه بود که آب در طرف نزدیکی این عدوة القصوا قرار داشت. این آب ناگهان الله سبحانه و تعالی باران را فرستاد که این وادی بلای تبدیل شد. بلای که بارک آمخته بود با لغزش ها تبدیل شد و برای مسلمانان باشد باران با اندازه بارید که زمین لای نشد، مستحکم باقی ماند. پایهای آنها استوار باقی ماندند و حرکت برای آنها آسان بود، برای مسلمان ها. اما قریشیان باشد باران چنان سخت بارید که تمام زیر پای آنها لای شد. و این بارش آنها را چنان قرار داد که آنها دیگر از جای خود دیگر جنبیده نتونستند، در آن جای خود قرار گرفتند. حتی از آنجا هم برآمده هم نمیتونستند، در آن جای خود قرار گرفتند سودان. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم زود برخاستند تا پیش از این دشمنان به این آب برسند، به این چاه برسند. اولین چاه نزدیکی بعد را آنجا را گرفتند و آنجا فرود آمدند، استقامت کردند، قرار گرفتند. و از مردان بنی سلیمه روایت است که حباب ابن منذر ابن جموع رضی الله عنه یک جوان دانشمند انصاری ها بود. گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جایی که فرود آمدیم آیا الله سبحانه و تعالی تو را محض به همین جا فرموده است که در اینجا قرار بگیریم که نه پیش رفته میتوانیم نه قفا؟ به مرد حشر دانا بود. یا اینکه این یک مصلحت جنگی و استراتژی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نه، این مصلحت جنگی و یک استراتژی هست، یک مکری هست. و حباب گفت پس این جای ای رسول الله موافق نیست برای ما. اگر این باشد این جای برای ما موافق نیست. بیایید با همراهی لشکر پیشتر رویم و با نزدیکترین این چاه دشمن برسیم و آنجا فرود بیاییم، قرار بگیریم و همه این چاه‌های دیگری که هستن همه این چاه را خراب کنیم و پر کنیم، محکم کنیم تا که آنها استفاده نبرند. یک چاه را خود بگیریم، دیگر چاه را محکم نماییم. و در سر همون چاه که آنجا حوض بسازیم و حوض بگیریم و آن را خود را سیراب نماییم و آن را پر از آب کنیم، سپس برای جنگ آمادگی بینیم. ما آب می نوشیم در حالی که برای آنها آبی نیست. همه چاه را خراب نماییم چون اینا پیشتر رسیدن که. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام بود که این مصلحت رو پذیرفت و گفت این مصلحت عالی است، این مصلحت خوب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فوراً با تمام لشکر برخاستند و به نزدیکترین چاه قریش رسیدند و در آنجا فرود آمدند و همه آن چاه‌های دیگری که بود خراب کردند، پر از سنگ کردند و در نزد این چاه، در سر این چاه خودشان یک حوض کلان ساختند، آن را پر از آب کردند و همه ظرف‌ها را
پر از آب گرفتن تا آب حفظ شد. و این اولین ضربه های استراتژی نسبت این قریش و مشرکان بود تا آب از دست وی گرفته شود، در حالی که در اینجا مسلمانان 313 نفر بودن یا 317 گفتن بعد دیگری بود. اکنون آب داشتن، اما لشکر قریش عدد آنها به 1000 میرسید، آنها به آب موندن و این زمین برای مسلمانان مستحکم گردید. برای قریش پر از لای، باران، سختی و مسلمانان در این یک موقع بلند قرار گرفتند نزدیکی با آب و الله متعال با باران و با مصلحت حباب ابن منذر رضی الله عنه پیش از جنگ مسلمان ها را قوت داد و دشمنان را ضعیف کرده شکست داد. پس این هنگام حالا همه چیز دیگر آماده بود، همه چیز آماده و صبح جمعه فرا رسید. این هنگام جنگ دیگر حتمی شد و این آیه کریمه نازل شد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. ای پیامبر تو نفرستادی، تو روا نکردی، تو نیزه نزدی، ولیکن الله سبحانه و تعالی پرتاب کرد. ابن اسحاق از عبدالله ابن ابوبکر روایت میکند که سعد ابن معاذ رضی الله عنه گفت ای پیامبر الله، ای رسول الله، آیا برای تو یک سقف، یک خیمه جنگی نسازیم که تو در آن باقی میمونی، در آن خیمه تو باقی مونی و ما این شترهای که هست سوار شویم، در اطراف تو قرار بدهیم و آمادگی نگاه بداریم. پس بگذار که ما با دشمنان روپرو شویم. صد گفته است با آنها روپرو شویم. اگر الله سبحانه و تعالی ما را غالب گرداند و بعد دشمن پیروز شویم، همان چیز که میخواهیم، پیروزی ما. اگر بدتر شود، یعنی ما مغلوب شویم، تو بر شترهایت سوار شده عقب رو به آن کسانی برسه که در مدینه منوره قرار دارند که بر بگردی. و گفت که این صد که ای رسول الله، زیرا قوم در مدینه منوره باقی موندند که محبت آنها بر تو زیاد است، محبت آنها از محبت ما نسبت به تو کمتر نیست. ای رسول الله، اگر آنها میدونستند که جنگ می شود حتما می آمدند. البته که آنها تو را حفظ میکنند، آنها با تو جهاد میکنند و صداقت خود را با تو ای رسول الله نشان میدهند. سعد گفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این سخن سعد خیلی خوشحال شدند و سعد را خیلی ستایش کردند، تعریف کردند و برایش دعا کردند. پس برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام یک عریش، یعنی که یک سویابان جنگی ساختند که از بگیم که برگ ها و از شاخچه ها و از همین چیزها، از پوست و رسول الله صلی الله علیه و در آنجا قرار گرفتند. ابن اسحاق میگوید که هنگام صبح قریشیان از جایشان برخاستند و با این وادی فرود آمدند. وقتی که پیامبر الله آنها را دیدند، از این تپه اقنقل میگویند، همون تپه بلند که از طرف دور قرار گرفت، از پایان دیدن آنها را و فرمودند پروردگارا این قریش است، پروردگارا این قریش است که با تو کبر و غرور کردند و تکبری ورزیدند. پروردگارا این امان قریش است که با تو دشمنی میکنند. پروردگارا تو را دروغ میشمارند. پروردگارا تو یاری خود را با ما وعده کردی. پروردگارا این وعدیت رو، این یاریت رو امروز برای ما بفرست.
پروردگار این صبح آنها را نابود بساز. این دعا را کردن. از این دعای پیامبر صلی الله علیه و آله یک از دعاهای مهم بود در آن مکان که اجابت شده بود. و این سعد ابن معاذ رضی الله عنه با این پیشنهاد نشان داد که حتی در لحظه جنگ فکر حفظ حمایه رسول صلی الله علیه و آله را دارد. غم و اندوهش تنها رسول الله و حفظ دین است، نه خود. و این عریش گفتیم این یک مقامی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله این مرکز فرماندهی پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت. از این دو فرمان برآمد، فرمان جنگ. و این لحظه آخرین لحظه پیش از جنگ بود. صبح جمعه 17 ربیع اول سال 12 از هجری که در اینجا علاقه جنگ باید شروع شود. آخرین لحظه های نازک که لشکر مسلمانان از 13 نفر عبارت است که تنها تکیهگاه آنها الله است، با ایمان، با توحید. اما لشکر مشرکین که در کفر و تکبری و غرور بودن، تکیه با آن لشکر، با آن چیزی که دارن هست. این هنگامی که فرشتگان از آسمان فرود آمدند، الله لشکر خود را فرستانید. چون که الله میفرماید اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. ای پیامبر، هنگامی که شما از پروردگار خود یاری میخواهید، پیامبر دعا کرده، فاستجاب لكم، دعای شما حتما پذیرفته میشود، به درستی که من بر کمک شما با این 1000 ملائکه فرستادم. در سوره انفال. ابن اسحاق میگوید که سپس دو لشکر با هم نزدیک شدند، آهسته آهسته با هم نزدیک میشوند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با اصحاب فرموده بودند که تا من فرمان ندهم حمله نکنید. اگر آنها به شما احاطه کنند، با تیرها آنها را بزنید، از خود دور کنید آنها را. پیامبر الله در این سایبان بودند و حتی ابوبکر صدیق رضی الله عنه همراه ایشان، همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در آنجا قرار داشتند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روز، در این صبحگاهان، صفهای لشکران را مستحکم قرار داد، مستقیم کرد، راست کرد و به سوی آن سایه‌گاه خود، اورش خود بازگشت. در آنجا با ابوبکر صدیق باقی ماند و در آنجا با اشک گرم، با دستی بالا به سوی پروردگار ندا کرد و دعا کرد. پروردگار اگر امروز این گروه خرد نابود شوند، دیگر تو در این دنیا عبادت کرده نمیشوی. و این دعا را با اشک، با دستی بالا میکردن. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگفتند ای رسول الله، کمی آرامتر، کمی آرام بگیر. از این قدر زاره که تو با پروردگار داری، حتما الله سبحانه و تعالی وعدهش را بر تو اجرا میکند. ای رسول الله. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا، در این سایبانی خود، در این عریش کمی خوابش برد. یک خواب کوتاهی که در اینجا الله سبحانه و تعالی برایش نشان داد. ناگهان بیدار شدند. یک تبسم پرنور رسول صلی الله علیه و سلم کردند. یک تبسم شیرینی و گفتند خوش خبر است ای ابوبکر، خوش خبر. یاری الله آمد ای ابوبکر، یاری الله آمد. این جبرائیل است که سرفرمانده اسبش را گرفته است و پیش و پیش لشکر فرشتگان می آیند که در دهان اسبان آنها غرور جنگ است، غبار جنگ است.
که در بالای اسپان اینها غبار جنگ نشسته است. صلی الله علیه و سلم اینا گفتند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم از این سویابان خود بیرون شدند و لشکر را به سوی جهاد راهنمایی کردند و با آواز بلند فرمودند قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، هر کسی امروز با دشمن جنگ کند و کشته شود و در حالی که با دشمن جنگ کند با صبر کشته شود، پاداش الله را انتظار باشد و رو به سوی دشمن کند و عقب نشینی نکند، الله حتما این بنده را داخل بهش میگرداند. این وعده را برای آنها داد. صلی الله علیه و سلم چون در دعا کرد گفت اللهم این تهلک، پروردگارا هذه اصابه، ای پروردگار اگر این گروه خردکک اندکک اگر که کشته شوند نابود شوند، تو پروردگار را در این دنیا دیگر عبادت نمیشوی. در این لحظه خوابش برد صلی الله علیه و سلم را، خوابی سبوکه. و در اینجا بود که وعده پیروزی الله سبحانه و تعالی در این سوره انفال بر او داده شد و آمدن جبرائیل با لشکر فرشتگان بألف من الملائکه، با 1000 ملائکه، یک کمک غیبی و وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن صحابگان که در کشته شوند حتما از اهل بهشت قرار میگیرند. اینجا کل لحظه آخری قرار گرفت. امیه ابن خلف، ابو جهل، عتبه، شیبه و دیگران بزرگان قریش در صف پیش دشمنان بودند. با دشمنان در صف پیش مسلمانان علی، حمزه، عبیده، مصعب، سعد و در پشت اینها این 313 نفر بودند. و اولین تیر به سوی این مسلمانان پراکنده شد و جنگ آغاز شد و این روز رو روز فرقان نامیدند. لقد نصرکم الله ببدر، ای محمد به درستی که یادآور میکنه الله که ای محمد شما را به درستی که الله در این بدر نصرت داد. انتم اذله، در حالی که شما در ذلت بودید. فاتقوا الله لعلکم تشکرون، از الله بترسید شاید شما از شکرگزاران باشید. این اسحاق از عبدالله ابن سلمه روایت میکنه که وقتی دو لشکر با هم برخوردن، ابو جهل ابن هشام را پیامبر الله دعا کرد گفت پروردگار این ابو جهل ابن هشام که رابطه خیش سوادی ما را برید و دین ما را دین ناشناس گفت، او را این صبح نابود بساز. و ابن اسحاق از عبدالله ابن سلمه از عبدالله ابن ثعلبه روایت میکند که دو لشکر هنگامی که با همدیگر واخوردن در اینجا این ابو جهل ابن هشام گفت و دعا کرد، گفت اللهم اقطعنا للرحم و اتانا بما لا يعرف. گفت خدایا هر کی از ما خویشاوندی برید و چیزی ناشناس، که دین ناشناس آورده است، صبح امروز نابود بساز. این دعای ابو جهل. همین دعا بر علیه خود این ابو جهل قرار گرفت. ابن اسحاق گفته است که سپس رسول الله صلی الله علیه و آله یک مشت ریگ سنگریغه یا یک مشت خاک را گرفت و به سوی قریش تیر پرتافت.
از زمین یک مشت ریگ رو گرفت و سوی قریش پرتافت تا چهره های آنها زشت و سیاه شود. آن را به سوی آنها پرتافتند. سپس بر اصحاب گفتند که حمله کنید. که در این هنگام فوراً یک شکست سخت رخ داد. الله سبحانه و تعالی از این بزرگان قریش هر کی را که میخواست کشت و از آن اشراف زادگان هر کسی را که میخواست به دست مسلمانان اسیر افتاد. و هنگامی که رسول الله از جنگ فراغت یافتند به اتمام یافتند فرمود ابو جهل را در میان کشته شدگان جستجو کنید. ابو جهل را در میان این کشته شدگان جستجو نمایید. عبدالله ابن مسعود میگه که من او را در حالت جانکنی یافتم. ابو جهل را در حالت جانکنی یافتم، شناختم، پایش را به گردنش گذاشتم. به خاطر چیز ابن مسعود میگه که زیرا در کعبه مرا سخت زده بود و آزار سخت داده بود و گفتم الله تو را خوار کرد ای دشمن الله. و او گفت که به چی خوار کرد؟ گفت که من از بالاترین مرد را میکشم یا که کشتیم. و گفت بگو امروز غلبه از آن کیست؟ میگه من گفتم که از آن الله و رسولش است. این ناس میگه از آن الله و رسولش است. سپس میفرماید که من سر او را بریدم و نزد رسول الله آوردم. گفتم ای رسول الله این سر دشمن الله ابو جهل است. پیامبر الله فرمود که الله که جز او معبود نیست قسم خورد و گفتم بله قسم به الله که جز او معبود نیست. و سپس سر ابو جهل پیش پای پیامبر پرتافتم انداختم. پیامبر الله حمد و ثنا گفت، سپاسگزاری کرد که این ابو جهل این خبیث کشته شد. اینکه دعای ابو جهل که دعا کرد بر ضد خود بر زیان خود قرار گرفت. این دعای آن. و چی گفت؟ کسی که دین ناشناس آورد خویشتن ما را قتل کرد او را هلاک کن. در حالی که الله او را هلاک کرد. و همچنین پرتافتن این یک مشت از ریگ از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله یک معجزه آشکار بود که میفهمد هر یک سنیقه بر چشم اون مشرکان افتاد و آنها را نابینا کرد که در این آیه کریمه هنگام نازل شد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. تو نپرسید ای محمد ولیکن الله هست که چیز پرتافت تیر زد. و اینجا این ابو جهل این فرعون این امت رمز کامل پیروزی اسلام بر کفر گردید. چون ابو جهل فرعون این امت بود. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یک قد کوتاه داشت، قد پس بود، ولی امروز در این جنگ یکی از بزرگترین و سرسختترین دشمنان اسلام را با دست خود سر او اسناد جدا کرد رضی الله عنه. در این جنگ خاتمه یافت و 70 نفر از قریشیان کشته شدند. و روایت است که 36 نفر با دست علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کشته شد و 70 نفر اسیر گرفته شدند. 70 نفر دیگه اسیر. و از مسلمانان فقط 14 نفر شهید شدند. 6 تا مهاجر و 8 تا از انصار. پس این روز روز فرقان
روز جدا شدن حق از باطل این روز به آخر رسید و رسول الله فرمودند الله اکبر الله اکبر. امروز الله دین خود را عزیز گردانید و دشمنان را خوار کرد. یومئذ یفرح المؤمنون، آن روزی که مؤمنان دیگر خرسند میشوند. بنصر الله، با نصرت الله سبحانه و تعالی بر آنها آمد. ینصر من یشاء، هر کسی را بخواد الله نصرت میدهد. و هو العزیز الرحیم، و او سبحانه و تعالی عزیز و رحیم است. ابن اسحاق از عایشه رضی الله عنها روایت می‌نماید که پیامبر الله صلی الله علیه و آله وقتی که پیامبر الله فرمودند که کشته شدگان را به چاه، بر آن چاهی که در آن بدر قرار داشت، در آن را بپرتند، آنها را، اون 70 نفر رو در آن چاه پرتند. همه پرتاته شد. همچنین جز امیه ابن خلف. جز امیه ابن خلف که جسد او با همان زیرهی که داشت ورم کرده بود و پر شده بود و هنگامی که میخواستند حرکتش بدهند گوشتش از استخوانش جدا میشد. او را همونجا دیگر گذاشتنش، آن را در بلندش همون سنگ خاک را انداختند تا پنهان شود، بویش همه را فرا نگیرد. و وقتی که همه را در چاه پرتافتند، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در لب چاه ایستادند و فرمودند ای اهل چاه، آیا این پروردگارتان بر شما وعده داده بود که آیا این پروردگارتان بر شما وعده داده بود آیا به تحقق نیفت؟ آیا حق نیفت؟ من حق یافتم، آنچه پروردگار من بر من وعده داده بود، وعده کرده بود. میگه حق، هر کس حق خودش رو گرفت. و اصحاب گفتن ای رسول الله، آیا با مردگان سخن میگویی؟ حیران شدند. پیامبر اساسا فرمودند شما از این بهتر نمیشنوید، شما از این بهتر نمیشنوید آنچه که من میگویم. فقط آنها جواب دادن نمیتوانند. و در دیگر روایتی که آنها خوب میدونند که الله چی وعده داده بوده بود، که الله برای آنها شنوند. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که همه غنیمت ها را که مردم جمع کرده بودند در یک جا گیر دارند. مسلمانان درباره آن اختلاف کردند چگونه تقسیم کرده شود. عباده ابن سامت رضی الله عنه گفت پیامبر الله صلی الله علیه و 313 نفر اشتراکچیان جنگ را برابر تقسیم کردند و هر یک حصه گرفتند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه برگشتند با آنها، با آن اسیرانی که از مشرکان در این جنگ گرفته بودند، 70 نفر. عقبه ابن علی معید، عتبه ابن ابی معید و نضر ابن حارث، این دو نفر دیگر از جمله آنها. و پیامبر صلی الله علیه و آله غنیمت‌هایی را که از مشرکان گرفته بودند نیز با خود بردند. و عباس ابن عبدالله ابن زبیر روایت می‌کند که قریشان اول برای مرده‌هایشان در مکه مکرمه یک جمع آمده یک تعزیه بزرگ کردند. اما بعدا گفتند نمیگوییم تا با محمد و اصحابش خبر رود و مسخره اتون کنند، که مسخره تو نکنند. و برای این اسیرانی که در دست آنها افتاده است زود، چون اسیر 70 نفر را اسیر گرفته بودند کوخه، و برای اسیرانی که به دست آنها افتاده بودند زود فدیه نفرستید، در حال فدیه نفرستید تا نرخ فدیه را آنها بلند نکنند.
و یک چند روز گذشت قریشیان برای آزادی آن اسیران رفتن که کسی را فرستادند و در این چاه بدر که در آنجا 70 نفری که آنها را در آنجا پرتاب بودند 24 نفر از بزرگان دشمنان اسلام در آنجا پرتاب شده بود. ابو جهل، امیه، عتبه، شیبه از بزرگان قریش در آنجا پرتاب شده بودند. و سخن پیغمبر با مرده ها دلیل آن است که در این هنگام الله سبحانه و تعالی سخن پیغمبر با آن مرده ها شنوند. اما از این دلیل گرفتن که مردگان میشنوند نمیشنوند مگر آن نقطه هایی که شریعت بیان کرده باشد، شرع بیان کرده باشد. و مثل اینکه هنگامی که مرده گرانده میشود و هنگام برگشتن قدم پای قدم مردم را میشنوند. و سپس تقسیم غنیمت هایی که بیان کردن در اینجا و 2 نفر از اسیرانی که عتبه و نضر بودند و اینها این 2 نفر در راه به قتل محکوم شدند. به قتل، چون اینها از دشمنان سرسخت‌ترین پیامبر صلی الله علیه و آله بودند این 2 نفر. و همین طور که غزوه بدر کبیر بزرگ و پیروزی کامل بر مسلمانان به آخر رسید. 17 رمضان سال 2 از هجری، یک روز تاریخی ابدی در تاریخ فتح شهرت گرفت. این فتحنا لك فتح مبینا، ای پیامبر بمارد یک فتح مبین، فتح عظیم یک شدیم. گرچه این آیه کریمه بدتر نازل شد اما معنی چیز از بدر آغاز می شود. و ابن هشام گفته است که فدیه اسیران بدر، آن کسانی که در اسیر افتاده بودند، فدیه اسیران بدر از 1000 تا 4000 درهم بود. واسه بر همه انسان ها از 1000 تا 4000 درهم بود، موافق با وضع مالی و شرف هر یک از آنها. اما آن کسانی که هیچ چیز نداشتند، فقیر بودند، پیامبر صلی الله علیه و آله کاملا بخشیدند، بدون فدیه آزاد کردند. مثلا بعضی از آنها را به جای فدیه گرفتن با کودکان مسلمان ها خواندن و نوشتن را آموزاندن، آزاد می شوند. و ابن اسحاق میگه که شماره عمومی اشتراکچیان بدر از مسلمانان و هم آنهایی که در میدان بودند و هم آنهایی که با عذر شرعی غائب بودند نبودند، ولی حصه و پاداش خود را گرفتند. مثلا عثمان بن عفان که در مدینه قرار داشتند، که دختر پیامبر رقیه در آنجا بیمار بود، با همراه او قرار گرفته بودند در این هنگام، عثمان رضی الله عنه. و از مهاجران گفتم در این 313 نفر که از 313 تا 317 نفر گفتم، 313 مشهور است، 83 نفر مهاجران بود، 61 نفر از قبیله اوس بود و از قبیله خزرج 170 نفر بود و همگی 314 نفر رو در بر می‌گرفتند. و همه اینها اصحاب بدر نامیدند، نامگذاری شدند. همه اینها اصحاب بدر نامگذاری شدند که در قرآن در سوره توبه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بالاحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، در این در شأن اینها موضوع شد. کسانی که سابقه اسلام آوردند و از مهاجران، از انصاری ها و آن کسانی که از نو پیروی کردند با احسان، رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از آنها راضی و آنها از الله راضی شدند. و رسول الله فرمودند که لعل الله اطلع الى اهل بدر، شاید الله با اهل بدر نگاه کرد. قال و گفت اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه، و گفت هر چی میخواهید عمل کنید که بهش برای شما حتمی شده است، دیگر واجب شده است. پس همین طور در این قسمت آخر غزوه بدر کبیر بزرگ از بزرگترین و مقدمترین جنگ ها در تاریخ اسلام قرار گرفت، با پیروزی کامل و معجزه های زیادی که در آنجا رخ داده بود به آخر رسید. روز 17 رمضان سال 2 از هجرت
که 314 نفر بودن با عثمان، چون عثمان با سبب بیماری رقیه نتوانسته بودن اشتراک نمایند و 70 نفر کشته دشمنان و 70 نفر اسیران آنها و 14 نفر از مسلمان ها شهید شده بودند. این روز را روز فرقان، پیروزی، روز جدا شدن حق و باطل نام نهادند که پیامبر گفتند البدر بدر یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. بدر روز فرقان است، روزی که این دو گروه جمع شدن است. در همین جا از این سیرت مبارک رسول صلی الله علیه و سلم سخن را به اتمام میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. جزاکم الله خیرا برای آن کسانی که در این درس مبارک اشتراک کردند. اگر کسی سوال داشته باشد میتونید بنویسید. اگر برادر که در جا گفتن سوال دارم، اگر باشی بنویسید سوالاتون، ان شاء الله که به سوالات جواب میگردانیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حاضر. سوال باشد مرحمت کنید. کسی سوال دارد سوالتون بفرستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که خوب و سلامت هستید. الحمدلله خوب و سلامت هستید. امیدوارم که شما هم خوب و سلامت باشید. یک سوال داشتم. در این عصر پر از فتنه چگونه برای خود شوهر دیندار با اخلاق یافتن ممکن است؟ کم نمیفهمید. جزاک الله خیرا استاد گرامی. الله نگهبانتان باشد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشد. در این زمان فتنه و شورش که از برادر دیگر سوال کردن، چگونه انسان میتواند همسر نیکو پیدا نماید یا که زن صالحه پیدا نماید؟ این آرزوی هر یک مرد مسلمان یا که هر یک زن مسلمه است. یعنی هر یک زنی که دیندار با تقوا است امید رحمت الهی دارد و میخواد که با همراهش در پهلویش یک مرد پاکدامن صالح باشد و همچنین مرد هم تلاش می‌نماید که با همراهی و یک زن صالحه باشد. برای همین الله سبحانه و تعالی برای ما و شمایان این ازدواج را یک راه خوشبختی قرار داده است. یک راه خوشبختی، یک راه آرامش، راهی که انسان میتواند با واسطه زن صالحه یا زن مرد صالح در حیات خود آرامش ببندد و آرامش پیدا نماید و زندگی خود را در این حیات کوتاه نیکو بگذراند. حیاتی که در آن پر از محبت باشد، پر از دوستی باشد، حیاتی که در آن غم و غصه با همراهی دستگیری شوهر یا که زن شوهرش را سپری بگردد. پس تلاش نماید که در این زندگی هنگام انتخاب کسانی را انتخاب نماید که آنها فعلا از الله سبحانه و تعالی میترسند. ترس الله سبحانه و تعالی در قلب آنها باشد. نمازهای پنجگانه خود را خواهران و برادران در وقتش ادا کننده باشند و نسبت نماز، ادای نماز از الله سبحانه و تعالی در تأخیر آن بترسند. اولین چیز نماز. مردان اهل توحید و اهل سنت پایبند کتاب الله و سنت پیامبر باشند، نه از آن روی گردان. و همچنین خواهران گرامی که مردان میخوان با آنها ازدواج نمایند پایبند کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باشند و چیزی از آنها را رد نکنند. و این رو فهمیده نمیشود مگر اینکه با اجازه با شناسایی اون زن یا که اون مرد از نزدیکانش یا که از همسایگانش. اما کسی که پشت پرده خودش را نیکو میگیرد، صالح میگیرد، در آخر میبینی که وای فاسد است،
چون این گونه کسا هستند. دیدیم، برادر هم دیدیم، خواهر هم دیدیم که خود را صالح میگیرن، برادران خواهران خود را صالح میگیرن، در حالی که هم خود را طعمه دیگران قرار میدهند، هم ایمان خود را کاسته و کم میکنند و هم سبب اذیت و پریشانی دیگران میگردند. ما از جمله اینها باید نباشیم، بلکه با ایمان، با تقوا، با پرهیزگاری میتواند انسان راه را به دست بیارد، خوشنودی را به دست بیارد. پس راه نجات در بیان انتخاب، نه راه صحبت های طولانی در این شبکه ها یا که جستجو از این طریق راه ها باشد. چون در پشت پرده هر کسی میتواند خود را هر گونه بگیرد. برای همین انسان را با این راه تو درک نمی‌کنی که باید در کدام مرحله تقوای الهی قرار دارد است، بلکه از دیگران فهمیدن این شخصیت، که این شخصیت چگونه شخصیت هست، درک خواهی کرد. از خانواده‌اش میپرسی، از همسایه‌اش میپرسی. و در این عصر پرغوغا با پر از فتنه حتما باید انسان تلاش نماید که ازدواج کند. چون بعضی از برادران شاید باشد که خیلی از ازدواج دست میکشند، یا اینکه خواهران باشند که شاید از ازدواج دست میکشند، یا که این فکر اندیشه ها. نه، بلکه ازدواج سبب عفت تو است خواهر گرامی. ازدواج سبب پاکدامن قرار گرفتن تو، از حرام دور شدن تو است خواهران و برادران گرامی. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قاعده نیکویی را برای ما گفتند که هنگامی که مرد دیندار بر سراغ تو آمد، از برای ازدواج با تو آمد، که دین آن اخلاقی آن برای شما خوش می آید، یا که دین و اخلاق گفتند، پس راضی شوید. اگر راضی نشدید و سرکشی کردید و دوری شدید، پس منتظر فتنه باشید. و این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که امروز در بعضی از مردم این دیدن می شود که مرد صالح پاکدامن برای او خواستگار امیت رد می نمد، بعد دیگه در فتنه ها این خواهد گرفتار شد، در فتنه ها العیاذ بالله گرفتار شد، هم خود را گمراه کرد و هم گمراه شد، هم گمراه کرد، هم فسادی قلب او را فرا گرفت، هم فساد شد، هم دیگران را فساد کرد. الله سبحانه و تعالی اولا ما را، سپس شما را از این فتنه هایی که عاقبت های بدی بر بالای ما می‌آورد نگهبان باشد و توفیق هدایت در قلب ما جایگیر نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد درس‌های اسلامی برای بچه‌های 15 ساله در علاهیدگی دارید؟ درس‌های اسلامی، موضوع درس‌های اسلامی چی باشد؟ اگر از قرآن باشد، حدیث باشد، تجوید باشد، هست. زبان عربی، قرآن، حدیث، تجوید هست. اما درسایی که مثلا که از عقیده، فقه، حدیث، این جمله حدیث فقط در اینجا برگزار می‌گردد. انشاءالله که در همین آینده های نزدیک نیت دارم که هم برای برادران، هم برای خواهران، کسانی که فعلا واقعا جدی میخوان علم بیاموزن و علمی صحیح رو با سندش بیاموزن، برای آنها تشکیل خواهیم نمود انشاءالله، تا که خواهران جدی فقط برادران جدی پذیرفته بشوند در آنجا، و همچنین با موادهای درسی، با درس‌های الهی و با امتحان‌ها همچنین فقط برای خواهشمندان جدی این رو بررسی می‌کنیم باذن الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اخی ابو ابراهیم حفظه الله، بارک الله فیکم. الله شما را حفظ نماید، در حفظ امان الله باشید. الله شما را حفظ نماید. در برای خوب کردن ذهن پمیت یگان توصیه دهید. برای خوب کردن ذهن قول الله سبحانه و تعالی را فراموش نکنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که از الله بترسد، الله راه را برای او می‌گشاید. الله می‌فرماید واتقوا الله فیعلمکم الله. از الله بترسد، الله شما را تعلیم می‌دهد. بس است، همین قاعده بس است برای انسان.
تقوا و پرهیزگاری پیشه نما و در این زمینه تلاش نما، چون بر اسباب چنزان اینم از توحید است، از راه هدایت است. و قول الله سبحانه و تعالی را فراموش مکن، باذن الله تعالی هم ذهنت خوب می شود، هم صاحب علم و معرفت دانش می شوی و هم هر چیزی را به دست می آوری. ولیکن گاهی می شود که انسان در غفلت می ماند، گاهی می شود که انسان را شیطان فریب می دهد، ولیکن از این فریفته های شیطانی باید انسان توبه نماید و به سوی الله باز بگردد. هر جا که انسان ضعیف شد باید راههای ضعیفی را بست. الله موفق بگردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب و جور هستید؟ الحمدلله خوب و جور هستیم. امیدوارم است که شما هم خوب و جور باشید. آیا ممکن است فرزند خود را انصار نامگذاریم؟ بله ممکن است، چرا نه؟ انصار نام خوب است. و جزاکم الله خیرا. و جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، وقتی که خواب‌های عادی آدم پی در پی راست می‌براید، این چی را می‌فهماند؟ الله داناتر است. هنگام خواب‌های آدم پی در پی راست می‌براید، خیلی این فضل الله است برای این بنده که برای او خواب‌های را رویدادهای را پیشکی نشان می‌دهد. برای این بنده هست این گونه انسانی هست که فعلا انسان خواب می‌بیند، رویداد نمی‌بیند، رویداد واقع می‌شود. چون خوابم یکی از چیزهای که پیامبر در حدیث گفتن 46 چندم قسمتی از چی است؟ وحی است که انسان می‌بیند. خواب نشد خواب‌های راستین باشد، خواب نشد خواب‌های شیطانی باشد، اما تکیه به خواب نمی‌کنه انسان خواب برای انسان حجت دلیل یا که شریعت شده نمی‌تواند. فقط بعضی از رویدادها است که انسان در ذهنش شاید در ذهنش یگان فکری میآید، اندیشه میآید، یگان کاری هست، یگان مشکلی است، در آن بسیار فکر می‌نماید، هر چیز دیگری انسان این خواب‌ها را می‌بیند. باشد که بعضی از اینا چیز راست ببرد، درست ببرد. جواب را منتظرم. جواب دادیم که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درس‌های اسلامی اگر که درس‌های تجوید و قرآن و زبان عربی باشد هست الحمدلله، اما درس‌های دینی و مثل عقیده، فقه و تفسیر و حدیث این چیزها ان شاء الله که دعا کنید که الله در وقت برکت دهد بررسی می‌کنیم این موضوع ان شاء الله. فرق ندارد برادران و خواهران 10 سالن، 15 سالن، 20 سالن، 90 سالن ان شاء الله که دستگیری می‌کنیم. خواهشمند باشد ان شاء الله ما برای شمایان کمک رو ان شاء الله که راه می‌بینیم. بله درس عقیده باشد بگوییم نهایت خوب میشه ان شاء الله که بررسی می‌کنیم باذن الله تعالی. استاد چرا رنگ‌های آدمیزاد 4 نمود هستند مثل سیاه‌اند یا سفیدند؟ الله سبحانه و تعالی انسان‌ها را همین گونه آفرید. چون که الله در قول می‌فرماید که ما شما را قوم‌ها و شعب‌ها گوناگون آفریدیم. هر گونه آفرید. برای چی؟ لتعارفوا گفت در آخر زمان تا که شما همدیگر را بشناسید. با همدیگر شناسایی پیدا نمایید، با همدیگر معامله نمایید، با همدیگر گفتگو نمایید. نه واسه انسان از رنگ و شکل نمودش در نزد الله چیز با قدرترین آنها کی است؟ با اکرامترین آنها کی است؟ با تقواترین آنها هستند. الله می‌فرماید با تقواترین با اکرامترین آنها ما در نزد الله نه علم دار است نه دانشمند است. منظور ما علم دار دانشمند اون کسی که به علمش عمل نمی‌نماید اصلا، هیچ کسی نیست، نه سیاه نه سفید، ولی چیز ولی تقوای الهی است. اما چرا؟ الله داناتر است، ولیکن حکمتش را الله می‌داند. ولیکن به خاطر چیز در این آیه کریمه برای چی فرمود؟ برای که شما هم دیگر رو بشناسید. آمین. استاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستید؟ الحمدلله خوب هستید. استاد بعد نماز استخاره خواندن اگر همان انسان در خواب درآید چی معنا دارد؟ هیچ چیز معنا ندارد برادر گرامی. اگر انسان استخاره کرد چون در فکرش بوده برای هم قد خواب در اومد،
اگر انسان استخاره کرد دیگر یگام خوابی رو منتظر نشود، یگام حسیات و هیجان نمیدان، یگام معجزه رو منتظر نشود، بلکه از پای کار میشوی. آن چیزی که در باید استخاره کرد از پای کار میشه. اگر کار شده شد و برار گرفت و کارت شد، انشاءالله که بدون که برای تو خیر است. اگر نشد بدون که برای تو خیر است. سوال رو خطیب نویسید که در اینجا خوندن نیوی دشوار میگردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود همه امام ابو حنیفه در کتاب‌هایش همه آدمایی که مذهب هوای پیروی میکنن وادار به نیت نماز کردگی است یا نه؟ برادر گرامی سوال کردن که ابو حنیفه رحمه الله تعالی آیا مردم را بر نیت نماز وادار کردگی هستند یا نه؟ اینجا پیش از آن که ما این را بگیم برادر بدون که ابو حنیفه اگر وادار کرده باشند، امام مالک وادار کرده باشد، من وادار کرده باشند، اینها مهم نیست. اینها مهم نیست برای تو. فهمو؟ برای تو چی مهم است؟ برای تو پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. چیزی که هر چیزی این قاعده را در ذهن بگیریم فراموش نکنید. هر چیزی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دین بود، این روز تا روز قیامت دین باقی میماند. و هر چیزی که در زمان پیامبر دین نبود، بعد پیامبر پیدا شد، بعد صحابه هم پیدا شدن، و دین شدن نمیتواند. نوبسته از اینکه شخصیت سخنگوینده آن کی باشد، با تمام کمال احترام اون شخصیت ابو حنیفه هر کسی باشد، ولی هر چیزی رو که ذکر کرده باشند که آن در شریعت وجود ندارد، پس آن دین شده نمیتواند. برای چی دین شده نمیتواند؟ چون الله چی فرمود آخران آیت الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما کامل کردیم. در حجۃ الوداع، در آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و سلم که بر روایت 140,000 صحابی در اونجا قرار داشتن، دین کامل شده است. دیگر هر چیزی که بعد آن پیدا شد دیگر وی مورد اعتبار قرار نمیگیرد، دین شده نمیتواند. آیا رسول الله با زبان نیت کردن؟ سوال به هر یک کسی، به هر یک صاحب مذهب. نه. آیا صحابگان کرام این نیت رو با زبان کردن؟ نه. پس آیا تابعین این رو کردن؟ نه. پیامبر گفتن که خیر و قرنی، بهترین قرن این قرن من است. ثم الذین یلونهم، سپس آن کسانی که بعد است، سپس آن کسانی بعد وی است. این بهترین قرن است. پس خلاصه آن چیزی که در عهد پیامبر دین بود، امروز تا روز قیامت دین باقی ماند. آن چیزی که در عهد پیامبر دین نبود، امروز تا روز قیامت باقی نماند. دلیل آن چیزی که باقی نماند و این دینش نمیتواند، رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت خیر خواندیم. رسول چه فرمود صلی الله علیه و سلم در حدیث که عایشه روایت می‌نماید، روایت مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من اعتذر في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر عمل انجام که ما رو نگفتیم نکردیم فهو مردود است، و هر کس که در دین موثق پیدا کرد که ما رو نگفتیم و نکردیم فهو مردود است. مورد پذیرش نمیگرد دیگر. استاد، انسان تا سن چند سالگی یتیم شمرده می شود. خردی به بلاغت نرسیده، اگر که فرزند که به بلاغت نرسیده از پدرش بمیرد و یتیم حساب می شود. به بلاغت نرسیده پدرش بمیرد و یتیم حساب می شود، نه مادرش. می‌فرماید که من استخاره کردم و کارم شد و از آن جدا شدیم. من از خیر رویگردانم، یعنی تو استخاره کردی برادر گرامی و این کار شد با حکمت از حکمت الله که الله بمتر است و این کار شد ازدواج در نظر دارد. این ازدواج شد که هر کاری که شد، سپس چیز با تقدیر الله سبحانه و تعالی شما جدا شدید. این هم تقدیر الله سبحانه و تعالی است و حکمت جناز الله سبحانه و تعالی است که همین کار شد. این رویگردانی نیست.
بلکه این با تقدیر الله سبحانه و تعالی این کار شد. بعد استخاره تو همین کار که اولاد بر تو کتابت کردگی بود همین رخ بود و سپس همین کار مدت شما همین کار شد زندگی کرده دیگه کاری که بود شد. سپس چیز سپس باز این تقدیر الله سبحانه و تعالی سبقت کرده تا اینکه چیز تا شما باز زنده شوید. با چی کتابت شکست الله سبحانه و تعالی از این بازانه هست. درستم که سوالتون فهمیده باشید. بارك الله فيكم. شماره دقیق اهل کهف چند نفر بودند؟ الله داناتر است. شماره دقیق را الله خودش می‌داند. الله شماره دقیق اونها الله سبحانه و تعالی خود می‌داند که چند نفر هستند. در اون چیزی که خبر مستقیم در قرآن آمدگی نباشد ما نمی‌توانیم بگیم این نفر اون نفر بودند. اگر مفسر گفت و از جانب از پیش خودش گفته است و مورد پذیرش نیست. مثلا سوره کروچی در سوره کهف آیات 22 ملاگه دوستو. بله. در سوره کهف آیات 22 ملاگه برام متفسرین. بله. در سوره کهف آیات 22 چی میگه؟ سیقولون ثلاثه. میگه آنها میگویند که سه کس رابعهم کلبهم چهارم آنها سگ است و یقولون و میگویند و یقولون خمسه پنج است و ششم آنها سگ است و رجعا بالغیب و یقولون سبعه و میگویند که هفت است شماره آنها و هشتم آنها سگ است. قل ربی اعلم بگو انا من اختران بگو پروردگار ما اعلم داناتر است بعدتهم با آن عددی که آنها بودند. فهمو؟ برای همین آن چیزی که در نص قرآنی قرآن و سنت اگر ثابت نشده باشد هیچ کس حقی پیشگویی رو ندارد. برای شماره دقیق گفتن همین شماره دقیق همین است که چیز الله داناتر است که چند نفر عدد آنها بود. برای همین این برای ما مهم است. سوال کردن که شماره اینا سه باشد، چهارمش سگ، چهار باشد، پنجمش سگ، پنج باشد، ششمش شش، شش باشد، هفتمش سگ. آخری گفتن ما گفتن دلیل کردن بدون دلیل الله است. سوال دیگری نیست؟ استاد درصد توقی ماندن یا نماندن یگان چیز میگفتید؟ درصد توقی ماندن نماندن یگان اشکالی ندارد. توقی را ماندی نمازت قبول میشود، توقی را نماندی هم نمازت قبول میشود، توقی را ماندی گناهگار نمیشوی، توقی را نماندی گناهگار نمیشوی و امر در این واسه است. فهمو؟ این توقی نه در واجبات میدارد، نه در فرض‌های نماز میدارد، نه در مستحبات نماز میدارد. فهمو؟ برای همین امر توقی را طرف بگذارید. بگذار کسی با توقی میخوند بگذار بخوند، کسی با توقی میخوند بگذار بخوند. المسلم اخو المسلم، مسلم برابر مسلمان است. و زن رو در حالت فرمانبرداری نکردنش آماده است که زنید. بله، در قرآن این ذکر شده است. در حالتی که زن فرمان برداری نمی کند و را زنید. اما این زن زدن این چگونه که
مفسران میفرمایند زدن مبرر باشد، زدن نباشد که وی رو بشکنی و لطوکوب کنی و سیاه و کبود نمایی. فهمو؟ این زدن از نگاه شریعت مذموم است و زدن ظالمانه است و تجاوز در حق است. نباید این گونه زدن باشد. این گونه زدن هرگز باید از جانب مردم نشود. الله مردم رو هدایت کند. استاد سوره ملک رو کسی اذیت کند و همه وقت تکرار کند، میگویند تا چند روز در قبر پوسته نمی شود بعدی مردنش. یعنی راست نیست. این سخنان کمپیرانه است. کمپیر لبی آبی را گفتگیند. این درست نیست. گفتم که زدنه که جراحت نیابد. فهمو؟ زدنه که جراحت نیابد. و الله سبحانه و تعالی پیش از زدن حتی برای ما تأکیدهایی کردن. نگاه کنید، پیش از زدن برای ما الله سبحانه و تعالی تأکیدهایی کردن. مثلا زن نافرمانی کرد، اطاعت نکرد. در اینجا او را پند میدهی، نصیحت مینمایی. نصیحت مینمایی. اگر پند نصیحت را نپذیرفت سپس باز همون کارش را ادامه داد، با همون نافرمانی کرد، سپس جوگه خواب را از او دور میکنی، از خود دور میکنی، علاهیده میخوابی، در جوگه علاهیده میخوابی و سپس باز اینم برای او ادب نشد، نفهمید، باز با همون سرکشی خود را ادامه داد. در این مرحله است که چیز بر زن ادب داده می شود. گفتیم باز ما همین سوال جواب دادیم، باز سوال میشه که چی نزدن. گفتیم زدنی اینه که انسان سیاه و کبود کرده شود، زدنی که شکسته شود، این زدنی ظالمانه است. فهمو؟ بارک الله فیکم. برای همین الله سبحانه و تعالی زنها رو برای این آفرید که ما نسبت آنها ظلم نماییم. الله ما مردا را هدایت نماید و ما مردا بر بالای زنها، سرپرست زنها باید قرار بگیریم. ما سرپرست زنها هستیم. همین است که انسان از روی جهل نادانی زن را در خانه خود میارد، همچون یک غلام استفاده میبرد. این گونه نیست. زن نه غلام تو است نه غلام پدر تو است، بلکه زن، الله سبحانه و تعالی زن را برای مرد آفرید که به همدیگر آرامش پیدا نمایند، آسایش نمایند، با هم سکونت نمایند. اما با خود وظیفه های دارد. زن با خود وظیفه های دارد در نزد شوهرش و مرد با خود وظیفه های دارد در نزد زنش. اینها باید رعایت کرده شوند. اینها باید چیز رعایت کرده شوند. زن حق خودش را بیاموزد. یک از مشکلی ها، یک از پرابلم های عظیمی که در این جامعه امروز فرا گرفته است، پیش از آن که پدر مادر دختر را به شوهر بدهند، برای آن پیش از این الکی که راه های جدا شوی را نشان میدهند. همین گونه است هست. این یک نصیحت ظالمانه است که خانه دختر خودش را میسوزاند. برای همین هر کس اگر این نصیحت را گوش کرد و گرفت، وای خانه خود را میسوزاند و خود را هلاک میسازد. از روی جهل نادانی است، از روی بیسوادی است. برای همین پدر و مادر باید دین را خوب بیاموزند تا که فرزندان خود را پیش از آنی که آنها را به خانه شوهرانشان گسیل میکنند، بر آنها احکام ازدواج، احکام عائله داری و حقوق شوهر را برای آنها بیاموزانند. و مردان، پدر و مادر پیش از آنی که فرزندان خود را با فرزندان خود زن بیکوبند و آنها را زن بدهند، باید حقوق خانه‌داری و احکام عائله‌داری برای آنها بیاموزانند. ان شاء الله که ما این کتاب ها را تمام کنیم، بعد در آینده نزدیک ان شاء الله تلاش میکنیم که برای شمایان از احکام عائله‌داری
از این فقه میسر رو که ما نصف کتاب رو گرفتیم در قسم معاملات داخل شدیم. در اینجا این قسمت ها می آید در مسئله عایله‌داری، احکام عایله‌داری در آنجا با شما یادآوری میکنیم و یکم کتاب خاصی رو میگیریم تا که اول خود بیاموزیم و خود تعلیم بگیریم، خود زندگی خود رو پرنور بسازیم و از خطاهای اشتباهات خودمون از نگی بیاریم و همچنین چیز برای شما یک بهره باشد تا شما هم از این فایده بگیرید باذن الله تعالی. چون در این زمان در جامعه ما این چیزا خیلی مهم شده است. فکر می‌کنم بیشتری از ویرانی خانواده‌ها، از نافهمی مرد و زن‌ها، همه این برادران خواهران گرامی از الله دور بودن. باور کنید یک نقطه است فقط، تنها از الله دور بودن اینو سبب شکست ما شده است، سبب فسادی قلب‌های ما شده است، سبب بیماری قلب‌های ما شده است. برای همین مراقب قلب‌های خود باشید، مراقب عمل‌های خود باشید. بر راه‌های شیطان قدم نزنید. راه‌های شیطان راه‌های هلاک کننده هستند. هلاکت می‌کند، نابودت می‌سازد. الله سبحانه و تعالی بر ما و شما توفیق بدهد و هدایت را. خیلی سوال دیگر اگر نباشد، آیا استاد آیا میتوانم کمی دروغ بگویم با پدر و مادرمون برای تشویش نشدنشان؟ نه دروغ نگوید. چرا دروغ نگوید؟ اگر یک سخنی باشد که برای تشویش شود، برای ما اصلا این سخن نکشید، این مسئله را اصلا برای آنها نکشید. تشویش میافتاند. مثلا تو درس میخوانی، آنها میترسن اگر در تاجیکستان باشی یا که اگر چیزهای دیگر، پس اصلا سخن نکشید. یا که چیزهایی که آنها را در ترس هراس می‌آورد یا که چیزهایی که سبب دروغ گفتن میشود، از اینو چیز باشید، از اینها برحذر باشید، دور باشید، بهتر از ان شاء الله. مثلا اگر بگفتن که حال خوب است با ما بیمار باشیم، دروغ بگیم بله خوب است. اگر بیمار مردن نباشه خیر بگو از نیست، نگی بیمار سبب باشن خیر خوب است، این دروغ نیست، دروغ زده نمیشود. اصلا رای بهترش اگر این مسائل به بالای سر انسان آمد بگو الحمدلله، خلاص کار حل شد. هم شکر سپاس را جوازی، هم راست گفتی، هم پدر و مادرت آرام مطمئن هستند دلشان، چند جد فایده نگیرن. خیلی بارک الله فیک. عده چند ماه رو در بر میگیرد استاد. عده بسیار زنی که در عده می‌نشیند. اگر زنی که داشته باشد 3 ماه عده می‌بیند. اما زنی که اگر که شوهرش مرده باشد 4 ماه عده می‌بیند. فهمو؟ 4 ماه این عده واجب است. و کسی که در عده باشد و ازدواج نماید، ازدواجش باطل است و نادرست است. حتما این چون امر الهی است، هم شرعی است، حتما باید این عده رو بیند. چون میشود که آدمان بعضی وقتها با الله مستقیم گپ میزنند. منظورت با الله مستقیم گپ زدن رو چی است منظورت؟ ولیکن هر کی با الله سبحانه و تعالی سخن میگوید. تو نماز میخونی، دعا میکنی، تو با الله سبحانه و تعالی سخن گفته ایستادی، روز نیاز کرده ایستادی. ولیکن اگر منظورت این باشه که با الله سخن گفتن و الله با تو سخن میگوید، نه این نادرست است. این تنها با بعضی از پیامبران بود، در بعضی از پیامبران بود، برای هیچ یکی از مخلوق داده نمیشود. شاید این صوفی های قبوری مشرک که امروز دعوا میکنن که با الله گفتی چون پیامبرای سخن میگوییم، چون یک ما افیر داریم بدون یکم چیزه، و یا شیطان هستند. شیطانی هستند که مردم فریب پیدا هستند. با الله سبحانه و تعالی ما بندگان ضعیف الله تنها در جنت سخن میگوییم، یا در صحرای محشر در روز قیامت. چون در حدیث میاد الله سبحانه و تعالی با بندگانش سخن میگوید، بین آنها یکم ترجمان نیست. برای همین اعمال خود رو برای آن روز آماده می‌سازیم.
آیا بیان کردن شکل و سیمای الله اجازه داده می شده است؟ نه، اجازه داده، حرام است، جایز نیست، یک از گناهان بزرگ است. تو آن چیزی رو که ندیده چگونه بر این دست دراز میکنی؟ این تحریف می شود در سیمای الله سبحانه و تعالی. قطعا جایز است، این از محرمات است. الله میفرماید که لیس کمثله شیء، مثل مانند الله کسی چیزی نیست. مخالفت می نموده آیه کریمه رو در این مورد. قطعا درست نیست، بلکه این کفر است. اگر کسی الله را به شکل چیزی، به سیمای چیزی اگر که تجسم کنه، و کفر است این چیز. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مثل مانند پرگاه هیچ کس و هیچ چیز نیست و او سمیع است، شنوا و بینا است. در کتاب اعتقاد ما همین موضوعات رو با همراهی شما رفته ایستادیم. استاد، نگاه و بین پدر و مادر واجب است؟ بله، نگاه و بین پدر و مادر این واجب است، خاصتا اگر پدر و مادر بیمار یا در هنگام پیرانسالی باشند. اما نگاه و بین پدر و مادر اگر بر تو نیاز داشته باشند، مثلا تو یگانه فرزند خانه هستی، پدر و مادر بر تو نیاز دارند، اگر تو آنها را ترک نمایی و از برای علم آموختن بیروی و آنها مورد عذاب قرار بگیرند، این جایز نیست، حرام است. باید با آنها بنشینی. نقطه اول، اگر تو امکان علم آموختن در آن خانه خود داری، در حالی که با خدمت پدر و مادر می نمایی، پس خدمت پدر و مادر را میکنی. اما پدر و مادر نیازی بر تو اصلا ندارن در خانه، فهمو، بر تو نیاز ندارن. چی مثلا بچه یگانه باشی، چی چند بچه باشین، مثلا بچه یگانه است یا چند نفر هستین، در روسیه رفته کار کرده برای مبلغ رای نکردی، در دولتی کار کرده برای مبلغ رای نکردی، فقط بر مبلغ تو نگاه کنی، مبلغ تو نیاز دارن، تو میتونی مبلغ معین رو هر برای آنها رعایت نمایی، این چیز رو برای آنها بفرستی، رفته طلب علم نمایی، هم علم بیاموزی که طلب علم فرض است، هم واجبات خود را اجرا نمایی. ولی که بدون این پدر و مادر اگر که بر تو واقعا در آن خانه بر تو نیاز دارن، تو باید آنها را نگاه و بین نمایی. وظیفه تو است در اینجا و دیگر کسی دیگر نیست که آنها را نگاه و بین نماید. پس در آنجا قرار میگیری، خدمت پدر و مادر انجام میدی. امیدوار هستم که مسئله براتون بیان شد. سوال نوبتی میگه عده رو در کجا گذراندن در کار؟ اصل گذراندن عده این در خانه شوهر است. اصل گذراندن عده و اتمام یافتن عده در خانه، در منزل شوهر است. آن منزل قرار دارید. اگر در اونجا سبب های ضروری باشد، مثل خوف یا که ضرر یا که دیگر سبب های باشد، انسان میتواند در خانه اهلش عده را به اتمام برساند. در خانه اهلش عده را به اتمام برساند. فهمو؟ اگر در خانهش عده را گذراند، خیلی جواب دادیم. استاد، آیا جایز است در موضوع الله بسیار چقدر کافت کاب کنیم؟ این سخن دو پهلو دارد. این سوال پهلوی اول، آیا جایز است در موضوع الله آنچه که الله ما را منع کرده است، چون امروز درباره سوال شده، در چی گفت؟ درباره شکل سیمای الله سخن گفتن، این جایز نیست، این حرام است، این کفر می شود، الله را بدسه منع کردن. اما در موضوع الله سبحانه و تعالی بسیار چقدر رفتن، در ربوبیت او تفکر و تأمل کردن، خواندن در الوهیت او، در نامه و صفات الله سبحانه و تعالی، این علم و این سه علم را، توحید را آموختن، بله این
توسط داده می شود. آیا صوفیگی از اسلام است؟ نه، صوفیگی از اسلام نیست. یک موضوع ما صحبت کرده بودیم، صوفیگی از اسلام نیست. این صوفیگی خرافاتی است که انسانها را به سوی گمراهی کشانده است، به سوی شرک، کفر و ضلالت، بدعت، هر گمراهی. اگر دینی را میخواهید که در آن دین شرک و کفر و بدعت و همه ضلالت ها، همه نوعهای گناه و معصیت قرار داد، همین راه روش همین صوفی ها است. در اینا همه چیز است. گفتی به اصطلاح دیگر همه نمود لذت ها برای اینا در اینا دیده می شود. برای همین از صوفی گرایی روی بیارید. صوفی گرایی از اسلام نیست. و صوفی شدن این هم چیز راه روش درست نیست. اما صوفیگری به این مضمون باشد که مثلا که تو تقوا و پرهیزگاری پیشه می‌نمایی، تقوا میکنی و تقواگری را زیاد می‌نمایی و توحید الله را می‌آموزی، پایبند کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هستی، این امر خوب است. چون این صوفیای که هستند از تابعین رضی الله عنهم پیروی می‌نمایند که آنها میلیون ها بار از اینا دا برتر و خوبتر بودن، بلکه اینا فساد شدن و گمراه شدن و گمراه کردن. میگن اگر که از اینا بپرسید میگن ما خیلی تقوا و پرهیزگاری و دیگر میگن که در اصل در اینا نگاه یگان ذره تقوا و پرهیزگاری در اینا دیده نمیشود. وقتی که انسان عمل شرک و کفر و رقص و بازی و دیگر عمل بدعت انجام میده، دیگر کجا جای تقوا و پرهیزگاری است و کجای دین دیگه باقی میماند؟ برای همین از این صوفیایی که بعضی از صوفیایی که دیگر گریه و ناله میکنن و گپ میزنن سخن میگن، از اینا پرهیزگاری نماید. مثلا اگر به شرطی که مادر بیمار باشد و محتاج و در این حالت دعوت به جهاد شود، کدام راه را انتخاب کردن در کار؟ الله اعلم. اگر مادرت اگر که محتاج باشد، نیازمند باشد، با مادرت نیستی. با مادرت نیستی، مادرت را حفظ و حمایت می‌نمایی. اگر در این حالت دو قسمتی از جهاد است که در کتاب جهاد را بیان کرده بودیم. قسمت اول این که اگر فرض عین شود، یعنی دشمن میخواهد دیار مسلمانان را به خاک خون میکشاند، در این هنگام برای همگان فرض عین میشود که از دیار مسلمانان دفاع نمایند. هر کسی هر توان داره یا قصد را بگیرند. در اینجا دیگر فرمان امیر و رهبر دولت دیگر لازم نیست. مسلمانی ده. اما فرض کفایه باشد در یک دیار دیگری در آنجا اعلان جهاد شده است، در دیار دیگر و فرض کفایه است. گروهی از مردم اما اهل دیار باشند که در آنجا بر ضد این دشمنان اگر که مقاومت نمایند، از سر دیگر کسی ساقط است. در این حالت دیگر اجازه‌گی پدر در فرض کفایه این فرض است، لازم است. به اجازه پدر مادر جایز نیست. آیا خدا الله بگیم بهتر است؟ از خدا بگیم الله بگیم بهتر است، چون خدا از نام‌های الله نیست. آیا الله با وجود همه قدرتش میتواند شخص دیگر را برابر با او باشد؟ شخصی که برابر باشد؟ نه، این گپ‌های فاسد هستند. این چیزا نیست. این گپ‌های فاسد هستند. الله سبحانه و تعالی این را در کلامش ذکر دوباره می‌نماید که اگر میگه در این دنیا دو اله باشد اما فساد نشود. چون که در یک دیار دو پادشاه باشد چی میشود؟ هر که خواهان گرفتن هر که خود را حق میگه، هر که خود را خواهان گرفتن دیار مینمایند، فسادی به بار میاد. برای همین یک اله است این جهان را آفریده است. فهمو؟ و یک اله قدرتمند است که این جهان را زیر تصرفات خود، زیر کنترل خود قرار میدهد. او اله برحق است که ما او را عبادت میکنیم و برای او فروتن هستیم که او شایسته عبادت است. و تمام الهان دیگری که هستند همه آنها الهان باطل هستند. بر آنها اله گفته می شود، ولیکن آنها الهان برحق نه، الهان باطل هستند که هر کسی اگر این الهان باطل را اله بشمارد و آنها را عبادت نماید، وای از اهل شرک قرار میگیرد، از مشرکین حسابیده می شود. برای همین اله برحق تمام کائنات زیر تصرف او است که پروردگار برحق است، او شایسته عبادت است. لا اله الا الله، نیست معبودی برحق و جز الله سبحانه و تعالی.
سوالهای بی‌معنی نتید بردار، یک سوالهای دینی و واسه بر دینتون در دین فایده برسونه بدهید. چند ستاره آسمان را آفریده است. آسمان ها که معلوم است این را هر یک کودک خود میدونه که 7 زمین آسمان آفریده، اما ستاره ها در یک گالاکتیک هست شاید میلیون ها میلیارد ها ستاره باشد. این برای تو مهم نباشد. برای تو توحید رو بخواد، از توحید سوال کنید، از دین میفهمید. اصلا در مسئله توی کردن سنتی کم میفهمید. در مسئله توی سنتی این است که هنگامی که انسان خواستگاری کرد، از نقطه خواستگاری شروع شود، انسان خود با تقوا و پرهیزگار دیندار باشد و زن دیندار را انتخاب نماید و زن دیندار هنگامی که مرد فاسق فاجر آمد او را رد کند، قبول نکند، این حق را دارد. و هنگامی که زن دیندار پیدا شد برای خواستگار می رود، خواستگاری می نماید. هنگامی که پذیرفتن با دختر می نشیند، صحبت می نماید، با محرم فکر اندیشه که داره در آینده چی میخواد، چه زندگی میخواد آن رو بیان می نماید و دخترم این رو میشنود و دخترم بیان می نماید. سوال باشد سوال جواب می نماید، با همدیگر گفتگو میکنن و همدیگر رو میبینن در این هنگام و سپس اگر که راضی شدن همدیگر با همدیگر موافق شدن استخاره می نمایند. اجازه با استخاره می نمایند. هنگامی که استخاره کردی کار باز شد، سپس بسم الله کرده چیز از پای اجرای عملهای دیگر که توی می شود، این ولیمه و دیگر راضی شد، روز معین رو انتخاب می نمایید، مهر دختر رو گپ میزنید، می شود که نکاح نمایید واسه بر حالتتون شرط که همون روز توی رفته نکاح نمایید، پیشکم نکاح نمی شود و نکاح رو میکنید و ولیمه در حق مردم واجب است، در حق زنان واجب نیست. ولیمه میکنید، ولیمه به این معنی که یک توجه خدایی میگن، یا خدایی میکنی، یک گاو، گوسفند، یک بوزه، یک چیز رو میکشی واسه بر تواناییت، مردم رو فریاد مینمایی، اهل خانواده دختر رو فریاد مینمایی، اهل خانواده خیش تبار خودت رو همسایگان فریاد مینمایی، زنها علاهیده، مردها علاهیده. بگذار زنها با یک دویره زنی رقص بازی نمایند با هم دیگر بدون فسادی، بدون اینکه آنها را ضبط نمایند که در بین دیگر مردها تماشا نماید. زنها علاهیده رقص بازی خودشون نمایند بدون موسیقی و مردها علاهیده بنشینند طعام خود را بخورند و مبارکبادی کنند و خزانه پس نگه شوند و رفته کلی نگفتن میاری و زندگیتون ادامه میدی. شروع کرده ادامه میدی. خلاصه کوتاه کرد. اگر چند سامانه داشته باشه که پول ما با زکات میرسد. شرط های زکات این است بردار گرامی که و خواهران گرامی قدر که مال انسان به نصاب رسیده باشد. نصاب یعنی چی؟ نصاب یعنی که همون پولی که در دست دارد به 85 گرم تیرو رسیده باشد یا 590 گرم نقره. همون مال تو بر 85 گرم تیرو یا 590 گرم نقره رسیده باشد و اون رو در یک سال در دست داشته باشی، در این هنگام تو از این مال چی میدهی؟ زکات مال پرداخت می‌نمایی. از این تو زکات مال پرداخت می‌نمایی. اگر در این مسئله توی اگر که پدر و مادر ناراضگی پیدا نماید، ناراضی شوند، یعنی که پدر و مادر بگه که موسیقی میشود، نه تو میگی نه پدر و مادر موسیقی نه، این توی من است، آنها را من میسازی، نمیگذاری که موسیقی شود. فهمو؟ این زندگی تو است. زندگی خود را از فسادی شروع نکنید. در این هنگام تو پدر و مادر را گوش نمیدهی، آنها حق مجبور کردن تو را هم ندارند. نمیشد پدر و مادر با تمام کمال احترام الله شما را زنده بدارد، الله محافظ شما باشد، الله شما را هدایت نماید، اما این توی من است، این زندگی من است، من نمیخوام زندگی خود را به حرام شروع نمایم، با این فساد شروع نمایم. بگذارید که من در این توی این خوشحالی من است، خوشبختی من است، بگذارید با همدیگه خوشحال و خوشبخت باشیم. آیا میخواهید پدر مهربان، مادر مهربان، آیا شما میخواهید که من در این توی که خرسندی بهترین روزهای حیات زندگی من در این روز من خفه و ناخوش باشم؟ البته نمیخواهید. خیلی بگذارید که من توی امرو توی اسلامی نمایم، توی خوب نمایم، توی نمایم که در آن رضای الله باشد. الله در این توی ما برکت رو عطا فرماید. میفهمونی با تعلیم دین ان شاء الله که شاید بفهمن و شاید درک نمایند، شاید ان شاء الله که در این خیر باشد. الله سبحانه و تعالی موفق گرداند اهل خیر رو. در کدام حالت از زن جدا شدن ممکن است؟ اگر زنی نافرمان باشد، نافرمانی الله را نماید، نافرمانی رسول الله را نماید، بعد نصیحت در حال از وی جدا میشوی اگر نصیحت را نپذیرفت. این نقطه اول.
نقطه دوم، اگر نافرمانی شوهر کرد، نافرمانی کرد، سرکشی کرد، برای نصیحت می‌نمایی و صبر می‌نمایی. اگر نصیحت و صبر رو نپذیرفت، بتونی برای فقط یک طلاق بدهی برای آگاهیش، تا که به خود بیاید، به هوش بیاید. ترکش میکنی مدتی و این راه نفهمید، باید طلاق دیگه برای وی میدهی. این راه نفهمید، طلاق آخر میدی و باید جوابش میدی میره دیگر خلاص، آخران طلاق دیگر خلاص. اما اگر نافرمانی الله اکبر نماز نخوان، موحد نشد، در حال از وی خلاصی میابی. یا اینکه عمل زشت رو انجام داد، زنا کرد العیاذ بالله، خلاص دیگر برای تو واجب است از وی خلاصی بیابی. تمام دیگر حرام است برای تو مرد با این زن زناکار دیگر زندگی نمایی. اگر از این با خبر شدی، از وی دیگر خلاصی میابی. همین حالتش داشتن است. خلاصه من راستم که فهمیده باشید. حالت اول دوم با صبر و تحمل، اما حالت سوم و چهارم در حال خلاص میابی از وی. بارک الله فیکم. خیلی درس دیگه انشاءالله که زنده باشم از این کتاب لمبات الاعتقاد. میتونی گلوز کنی تو؟ مالی برده گلوز که گوش داریم. دورون در سوره جین آیت 11 اگر خطا نکنم میگن که مثلا بعضی از جن ها آدم که مثلا تو قرآن رو گوش بدیم، آیا همه سوره جین آیت 11 اگر خطا نکنم سوره جین که میکنن همین آیا کفر و مسلمان هستن؟ بله برده گرامی، سوره جین گفته شده که سوره جین الله یک سوره خاصی را برای جن ها آفریده است، برای جن ها نازل کرده است. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله در سیرت گفتیم که از طایف برمیگردند، در آن وادی در آنجا در شب نماز میخوانند، تلاوت می‌نمایند که در اینجا جنها جنها در اینجا هست که نازل میشوند، جنها میفرایند به این وادی میگذرند، در اینجا که صلی الله علیه و سلم رو تلاوتش رو میشنوند و با او ایمان میآورند و بر او صلی الله علیه و سلم ایمان میآورند صلی الله علیه و سلم. پس این سوره جن قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا میگوید بگو ای پیامبر الله متعال به من وحی کرده است که گروهی از جنها همان بر من گوش فرا دادند هنگامی که من تلاوت قرآن میکردم. پس این قرآن را هنگامی که شنیدند ایمان آوردند و به قومشون برگشتند آنها را بیل دادند از این. یهدی الی رشد فآمنا به، گفتند که این بر سوی راه هدایت، بر سوی حق هدایت میکند این قرآن. فآمنا به، پس ما بر این قرآن ایمان آوردیم. مسلمان هستند، گروه از جنها مسلمان هستند. شاید هست در این بین ما و شما گوش کرده ایستاده باشند، دعوت ما و شما را هم شنید. ولن نشرک بربنا احدا، گفتم باز ما با پروردگار هرگز شرک نمی آوریم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، و البته الله عظیم و شان پروردگار بالا مرتبه و بزرگوار ماست، نه همسر گرفته است نه فرزند دارد. از این سوره جن در شأن این جن ها نازل شد. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. این آیت تاکید می‌نماید آیه رقم 6 هنگامی که مردان از انسان ها به سوی جن ها پناه می‌بردند، الله باز ترس آنها را بیشتر کرد. پس جن ها دو قسمت هستند، جن های مؤمن، جن های کافر، مشرک و منافق. چگونه که مسلمان گوناگون هستند، همین جن ها آنانی گناه هستند، گوناگون هستند. از مسلمان فاسق و فاجر و هر گونه انسان است، از جن های مسلمان آنانی گناه است. فهمه؟
ولی استاد ممکن است سوال مطلب اختیار استاد پرسان از دین پرسه برادر ما برایش مفیده نمیاریم از دین پرسه از دین بهره بگیریم کدوم از مثلا کدام پیروی دین استاد ما پیروی الله و رسول الله هستیم از الله و رسول الله پیروی می‌نماییم در مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم بهترین مذهب روشن‌ترین مذهب که الله ما را بر آن تاکید کرد امر فرمود که شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی نمایید و درسته که اگر شما از رسول الله پیروی نمایید هدایت می‌یابید ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتاب الله پیروی نماییم و فهم سلف امت صحابگان کرام و تابعین و ائمه اربعه ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد حنبل و تمام آن بزرگانی که بعد اینها آمدن بخاری ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه محدثین بزرگ و مفسران کرام تا این زمان کسانی که از با اهل علم از آنها از صحابگان کرام پیروی کردن و از آنها پیروی می‌نماییم و در حق گذشتگان از عالمان دین بعد صحابگان هر کسی که در دین خدمت کردن و در جاده بودن و از اهل سنت هستند بودن به حق آنها دعای خیر میکنیم و دعای رحمت میکنیم. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاده است مالی برادر مرحمت کنیم. حضرت مثلا اگر کسی توفا میکنه اگر موضوع خواه بدون هر کسی باشد توفا کم کل باشد و اشیا باشد وقتی مشاهدی اما توفا برگرد میشد از طرف همون شخصی این پیدا میشد ولی برگرد همون قبول نمیکنه. در همین حدیث که با معنا ورگی است اگر که انسان که تطشه میگیرد توفاش هم میگیرد مثل سگه که تایچه نکرد هم با همین حدیث داخل میشه بعد چی نظر چند تا بارک الله فیک. نه با این داخل نمیشد برادر گرامی چون اون تحفه را تو خود طلب نکردی که آخر فهمو بلکه اون تحفه تو پذیرفته نشد فهمو تمام حکم دیگر پذیرفته نشد پس مدام به یگام شاید به یگام حکمت شاید به یگام خصلت شاید به یگام نافهمی تحفه مورد پذیرش قرار نگرفته باشد الله نمی‌داند ولی این چیز برای تو تحفه دهنده یگام مشکلی نیست ان شاء الله برای وی همچنین یگام مشکلی نیست ولی این چیز برای انسان شاید کمی خفگی یگام شد ولی حکمتش اگر که بفهمی ان شاء الله که دیگرش بخیر است که برای چه سبب قبول نشدنش شاید اشکالی ندارد ولی که نه باید تحفه رد کرده شود ولی اگر رد کرده شد خیر دیگر چیکار میکنی آخه چاره‌ای نداره دیگر چاره‌ای نیست. بارک الله فیک. الله خیر دیگر. خیر با چی سوال باشه در اینجا؟ درباره زن زینه‌کار الله در قرآن می‌فرماید که یک خانه خبز شود خبیثیت نمی‌دادن یک خانه خبز شود تا زمانی که مرگ او را فرا گیرد و الله توبه‌پذیر است. این چی معنا دارد؟ این معنای قول الله سبحانه و تعالی است در قول الله سبحانه و تعالی. این آیه کریمه یعنی زن شوهردار نه این آیه کریمه به زن شوهردار بونه که شوهردار نبودن رابطه‌ای ندارد. فهمید؟ این آیه حکم اولین شریعت است در ابتدای اسلام بود بعدا این آیه منسوخ شد و قول الله سبحانه و تعالی سوره النساء واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم تا اون کسانی که از زنان شما در فاحشه گرفتار میشوند فاستشهدوا علیهن اربعة منکم 4 نفر از شما بر بالای بر فحشا غلطن این گرفتار شدن این زن شاهدی بدهد. اگر کسی از شما فإن شهدوا اگر کسی از شما شهادتی داد 4 نفر
فامسكوهن، پس اون رو بدارید، فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، که الله برای آنها راهی رو گشوده بگرداند. در مسئله این 4 شاهد برای آن چی باشد؟ حاضر باشد بر فحشای و قبلین وی. آن زن رو در خانه نگاه بدارن. در این مورد هستیم و این حکم چون گفتیم بدتر بیکار کرده شد. اینو که برن در خانه بدارن، در خانه نگاه بدارن او رو، حتی الله برای وی حکم کنه که این حکم بدتر چیز بیکار کرده شد. که پیامبر الله گفتن با درستی که الله سبحانه و تعالی راهی رو برای آنها گشود. بعد این حکم موقتی بود، سپس بیکار کرده شد با آیه بعدی، آیات دیگر. پس در اینجا زن شوهردار، سپس آیه که نازل شد زن شوهردار از زن شوهر حکم فرق میکنن. گفتن الله سبحانه و تعالی اگر زن شوهردار باشد، نکید با نکاح صحیح با همدیگر رسیده باشند، در اینجا آنها حکم آنها سانسور کرده می شود. اگر که شوهردار نباشند، صد در زده می شوند. پس این حکم بدتر فرود آمد، نازل شد. یعنی استاد نماز قیام اللیل که تهجد پیش از نماز ویتر خوانده می شود خوب است یا بعد از آن؟ البته که پیش از نماز ویتر بهتر است، چون رسول الله در حدیث فرمود که اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، گفتن آخر نماز خود رو ویتر قرار بدهید. اصلا اهل سلف، این صحابه اهل سلف ولی صحابگان رو میگن، گذشتگان این امت رو صحابگانی که اون رو سلف میگن. سلف در لغت به معنی گذشته است، سلف این گذشتگان این امت رو میگن. آیا در عالم دیگر میتونیم با حیوان ها و انسان ها معاشرت کنیم؟ حالا که باردار گرم همه عالمش رو زندگی کنیم با تقوی پرهیزگاری با دین الله، بعد که رفتیم بعد میبینیم ان شاء الله که در عالم بود قطع حیوان ها معاشرت میکنیم یا دیگر مسئله است. همین یک معاشرت خوب کنیم، در دین الله باشیم، کسی را ضرر نرسانیم از حیوان ها. در همین جا حیوان ها از دست ما داد میگن، قطع آدم ها و قطع چیزا. استاد نماز ویتر واجب رو پیامبر صلی الله علیه و سلم چطور خواندند میفهمید؟ در نماز ویتر در کتابخانه نماز ویتر بنویسید، نماز ویتر میبرید ان شاء الله که خوب بیان شده است تمام قسمتاش. اما خلاصش میگه نماز ویتر 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت خواندن میشه. اگر 1 رکعت بخونی به 1 رکعت سلام میدهی، اگر 3 رکعت بخونی به یک 3 رکعت بخونی، نه مثل نماز شام بلکه باید اتحیات میخونی. اگر 5 رکعت بخونی میتونی که 3 رکعت بس 2 رکعت بس 3 رکعت بخونی، یا که 2 رکعت بس 1 رکعت بگذاری. و اگر که 7 رکعت بخونی 2 رکعت بس 1 رکعت میگذاری. اگر 9 رکعت بخونی انا میگونم. اگر 5 رکعت بخونی میشه 5 رکعت به یک سلام میدی، به یک سلام بخونی، به یک اتحیات بخونی. خلاصش اما مفصل تر در اونجا ان شاء الله که رجوع نمایید ما مفصل بیان کردگی هستیم، با دلیل هایش گوش بدهید و فایده بگیرید. یکی از شوخی‌های پیامبر صلی الله علیه و آله مورد من هست که یک پیرزن نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا پیرانسالان داخل بهشت میشوند؟ رسول الله تبسم کردند و گفتند که نه، پیرانسال، پیرها، زنان و کمپیران مردان پیر داخل بهشت نمیشوند. گفتند و تبسم کردند. یکی از شوخی‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و رسول الله دیدن که این کمپیر میگن که ناخوش برای این کمپیر زیغ شدن، گفتن که اما چیز، اما هر کسی از اهل توحید از اهل ایمان جوان داخل بهش می شود، نه در حال پیری. فرمایید از شوخی رسول صلی الله علیه و سلم. این مردک تماما گفتم تا چه سر زدگی به ایسا داشت. الله هدایت کنه. میگه آیا پیامبران با فرشتگان با شبکه تلفن و اینترنت گفتگو میکردن؟ تو
افهم که اگه اولا میگه فرمادگی و فکر از اولا ما نیست خدام میشه حسین نه نه مسخره باشه انسان کفر میشه شاید ندارن پیامبران چونه که ما حاضر با همراهشون صحبت داریم نه آمدن صحبت میکردن جبرئیل علیه السلام نزد محمد علیه السلام همین گونه صحبت میکرد گاهی با شکل انسانی میومد بسیار حالات با شکل انسانی اومد که با صحبت میکرد با احکام دین تعلیم داد وحی را نازل میکرد بارک الله فیکم برادر گرامی مختا توصیه میکنم که توصیه دادگی بودم دوی مختا میگم برادر گرامی از کتاب لا اله الا الله یک کتاب رو بگرفته بخوان چند کتاب ترجمه شده است یک کتاب لا اله الا الله رو بخوان یک کتاب اسناد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بخوان و کتابی که آنچه که مسلمان نباید از آن آگاه بماند آن کتاب رو بخوان از زبان تاجیک ترجمه شده است و اصل‌های سگانه‌ای که انسان آن برای حیات مسلمان فرض است که در قرب سنجد ثبتی حسن همه این درس‌ها اینها رو بگی گوش کن اگر نکردی ختم معلومات کن دیگر نه استاد جان اون که پارت افتاده نه اون خیلی گوش کردم کم ترک واسه علم اون بود استاد پای کورسین دیگه ما چی شد اما چه دیگه پارت افتاده پس بود ما چی با عقیده داریم کار برو دقیقاً را شفاعت نمی‌کند بلکه آن علمی که می‌آموزی با پروردگار نزدیک می‌شود را شفاعت می‌کند در روز قیامت کاری که انجام میدی برای خودت امروز در این دنیا برای آبادی دنیا میکنی اما پیش از اون که ما دنیا رو آباد نماییم باید نفع آخرت باشه والآخرة خیر و ابقا آخرت بخیرتر است و باقی مانده‌تر است السلام علیکم و رحمت الله حفظتون کنه السلام شما را حفظ کنه بارک الله فیکم الله بر شما خیریت جزاکم الله خیرا آمین جزاکم الله خیرا تشکر زیاد سخنان شما ما را به سوی صبر دعوت می‌نماید الله خیرتان دهد و حفظتان کنه خیر استاد شما حافظین؟ نه ما حافظ نیستیم ما قارئیم خیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته استاد خوب هستین ان شاء الله خوب هستین ان شاء الله این کلمه ان شاء الله رو این الواحده شاء الواحده الله الواحده بنویسید یک جا نگذارید چون درست است معنی ندرست میتید طرز درست سلام دادن رو میفهموندید ان شاء الله و با قول الله سبحانه و تعالی در قرآن می‌فرماید سلام علیکم بما صبرتم سلام نمیگوید طرز درست چی اون نباشد بارک الله فیکم الله سبحانه و تعالی در کلامش می‌فرماید که و اذا حییتم بتحیة فحیوا اگر که شما تحیه کردید شما سلام دادید فحیوا باحسن منها او ردوها هنگامی که بر شما سلام داده شد یا شما سلام دادید یا بر شما سلام داده شد شما بر بهترین حال بر آن جواب بدهید و در تفسیر قول این الله سبحانه و تعالی که اگر هنگامی بر شما سلام داده شد شما بر بهترین حال سلام جواب بدهید می‌فرمایند که هنگامی کسی تو را اگر که السلام علیکم گفت سلام نمیگیم سلام درست نیست
با چی میگن؟ سلام میگن، با چی میگن؟ خیلی ندرست، سلام ندرست. سلام علیک میگن، نه سلام علیک، سلام علیک هم درست نیست. السلام علیکم طرز درست. ما مسلمان هستیم، شعار اسلام هست، سلام شعار ماست. چون رسول صلی الله علیه و در حدیث فرمودند که شما اگر بین همدیگه سلام بدید، محبت بین شما بیشتر میشود. پس عمل کننده به این قول الله سبحانه و تعالی که هنگامی که شما سلام بدید، پس بهترین آن را جواب بدهید. هنگامی که شما سلام گفت، السلام علیکم گفت، باید تو بگید و علیکم السلام، این کمترین است. و علیکم السلام کمترین است. لكن میگی و علیکم السلام و رحمت الله. اگر کسی شما را السلام علیکم و رحمت الله گفت، میگی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میگی. فهمو؟ این جواب است. و نگفتن امانت که بر این سلام دهی انسان پاداش میگیرد و سلام دادن این سنت است، مستحب است. اما جواب سلام این واجب است. جواب سلام این چی است؟ این واجب است. پس کسی که سلام باید حتما یک کسی از اهل مجلس جواب بدهد این سلام را. و این نقطه دوم. و نقطه سوم، هنگامی که در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، در بیان پاداش سلام دهنده که پاداش ثواب، کسی درآمد داخل مسجد شد، السلام علیکم گفت، رسول الله گفتن 10 تا. و دیگر کسی درآمد السلام علیکم و رحمت الله گفتن 20 تا 20 گفتن و سلام 30 تا گفتن. صلی الله علیه و صحابگان کرام حیران شدند، پرسیدند که برای چی رسول الله این 10 و 20 و 30 تو چی معنی دارد؟ گفتن که وای کسی اول درآمد السلام علیکم و 10 ثواب گرفت، دومش و رحمت و السلام علیکم و رحمت الله اضافه کرد 20 گرفت، کسی که با برکت الله اضافه کرد 30 ثواب گرفت. پس سلام این شعار اسلام است. باید همین گونه چیز به همین طرز نیکو باید جواب شود و کلمه سلام گفتن خالی را این رو ترک نماید. السلام علیکم کمترین چیز است. اگر بعضی از آدما میتوانند در زمان پیامبر اسرار آسمان و زمین را بدون وحی بفهمند، هیچ کس نه در زمان پیامبر، نه در زمان ما، نه در زمان آخرت هیچ کس نمیفهمد. و اگر برای توصیه میدیم که همین اصول سلاسل از اول تا آخرش میخونی. اگر از اول تا آخرش همین اصول سلاسل اگر نخونی گوش نکنی، همین گروه سر نکنیم. فهمو؟ تا آخرش میخونی کلمه لا اله الا الله را تا آخرش یک بار میخونی. این قرنه همین 100 صفحه است. شرطهای آن، رکنهای آن و فضیلت آن از قرآن و سنت و شکستن کلمه لا اله، شکننده های کلمه لا اله الا الله و همین اصلای سیمونه که در قبر انسان پرسیده نشد، همین رو همش رو گوش میدی. اونقدر درس زیاد نیست. و فایده های آن بگیم که با قسمت ها تقسیم شدگی هستند، زیاده از 70 تا تسجیل است. به نهایت فایده های مبارک در گفته شده است، آنها رو گوش میدی همچنین. بعدا من ان شاء الله که یک روز معین برای تو وقت میدیم، یک هفته، 2 هفته، 3 هفته، بعد یک روز در دست میافتی من میپرسم یا نخوانی. فهمو؟ استاد معنی نامی میزراب چی باشد؟ بارک الله فیک. میزراب الله اعلم. میدراب باشد ای دربه است. میدراب چی میشد؟ در کدام قسمت بوده ای سر؟ مضروب بود مفعول. وای میگه نبود. خوبه. اسم زمان و مکان بوده؟ خیلی بود. اسم زمان و مکان بود؟ اسم زمان و مکان بود. بعد این مسئله منیر رو بخونش. آیا در زمان پیامبرمان دجال بودند و کدام صحابه نشان دادند؟ الله اعلم. آن چیزی که از حدیث صحیح که روایت است و یا
دجال دنیا که نه کی رو دیدن چین باش قصاص یکی جساس هم جساس مشهور است همون رو دیدن الله اعلم بودن دجال معلوم است که حاضر زنده هست و در کجای قرار دارد الله داناتر است نمیدونم مقدر معلومات پوره‌ای ندارم باز سوال کردن میدروب نمیدم شاید نمیدم باشد این میدروب گفته که شما کسی نام داشته است ای میدروب اسم اولاد میشود در قاعده صرفی اولین قاعده در ویدیو ذکر میشود که میدروب چیزی که باعث زده میشود اولادی زننده اگم نامای اسلامی بگذارید نامای خوب بگذارید استاد نماز خواندن در جای کار خواندن از جای کار تا به خانه آمدن خواب کردن بعد نماز شب قیام اللیل بله نشود نماز خواندن بعد نماز خواندن دیگه هر نمازی که هست این قیام اللیل نماز تهجد نماز شب نماز گوناگون دارد همش داخل نشود فهمید بعد نماز خواندن رو ادا کردی پس هر نماز دیگر جایز را میگردد قیام اللیل نماز شب و نماز تهجد میدروب آخر میدروب میگن حرف داد خطی است میدروب گفتیم میدرو نمیدونم نه که میدروب اما اولت رو میگن اولت زننده یکم تبر است تشه است کلمان است هر چی باشد میگوید نام مشاهدش نمید الله اعلم دجال کلان شد در سرزمین ها قرار داشته در جای الله داناتر است انشاءالله روان میکنید صبر کنید همین گفته شما رو من دلیل ندارم بیسته در اینجا بعد درس همین رو انشاءالله که روان میکنیم انشاءالله که چیز میکنید برای نام رو عوض کردن هیچ در کار نیست همین قدر به همون رفیقان خانواده نگه از این روز من فلانی گفتم تمام خلاص هیچ چیزی در کار نیست نه خدایی نه یک مرکه نه یک چیزی السلام علیکم و رحمت الله استاد درباره الودود نام الله کمتر معلومات میدادید یک نفر میگه کسی عشق پاک خواهد همین رو بسیار گوید نه او کس رویش رو سیاه کرده است که کسی عشق پاک خواهد این رویش رو سیاه کرده است فهمو شما همه جایی اما اسم الله الودود اینه که الله دوست می‌دارد بندگان صالحش را یحب عباد الصالحین و آن بندگان صالح الله را به نهایت با شدت دوست می‌دارند دال بر محبت دوستی عظیم بین بنده و پروردگار بنده و پروردگار
خب انشاءالله. برای زن صالحه شدن یکم سخن را بسیار تکرار کردن لازم نیست، بلکه تقوای الهی کردن در کار است. توحید را خوب خواندن در کار، دین را خوب خواندن در کار و زندگی نامه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندن در کار، زندگی نامه صحابه خواندن در کار و همیشه مشغول عبادت و دین الله سبحانه و تعالی خواندن بیاموز، ان شاء الله که از بهترین زنهای صالحه میشوی که در این دنیا شوهرت از تو خوشحال نشود و در آخرت ان شاء الله که بخششگاه مقام های بالایی رو به دست میاری ان شاء الله. و همیشه زبان به ذکر الله سبحانه و تعالی معطر باشد. آموختن علم، توحید الله سبحانه و تعالی، الله را با ربوبیتش، با الوهیتش، با اسماء و صفاتش بشناسی و آموختن دین تلاش نمایی و زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله که از زنهای بهترین قرار میگیری. از حرام ها دور باشی، تلاش نمایی قدر امکانت فرمانبرداری شوهرت نمایی، از او نافرمانی نکنی در اون چیزی که مگر آنچه که مسئول معصیت اگر که در گناه عمل نماید گوش نمیدهی و هر چه که در آن امر مباح است هر چه که از آن اطاعت فرمانبرداری نمی باذن الله تعالی از زنهای نیک قرار میگیری. نماز شب داشته باشی، نماز شب داشته باشی، با خانواده شوهرت خوب باشی. اساس همه این چیزا تقوای الهی است که تقوای الهی به دست نمیاد مگر با آموختن علم، با آموزش علم صحیح و درست. فهمو؟ برای صاحب زن صالح شدن دعا میکنی خیر از الله سبحانه و تعالی طلب می‌نمایی. خیلی برای خواهران یک نصیحت شده دعا میکنی و خودت پاکدامن باش. اگر خودت پاکدامن صالح باشی ان شاء الله که زنان صالحه به خودشون پیدا میشوند. این خودت دعای درست باشی ان شاء الله که الله یک خواهر درستی رو برات میفرستد. اگر داری غلط باشی پس واسه بر اعمالی که داری به همون میرسی. استاد در خانه پدرش بسیار انجام دشنام میدهد او را نصیحت بنمایی پند میدهی. یا در آن خانه ازدواج کردن جایز است؟ بهتر است که علاهیده زندگی نمایی. اشکال ندارد علاهیده زندگی کنی، خانه تو زندگی علاهیده نمایی اما خدمت پدر و مادر رفته کردن نگیری. فهمو؟ بیا که سالهای نودرکارمون یک طرف دیگه سالهای نودرکار یک طرف دیگه خیلی به همه مدت صحبتون رسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم الله خیرا. کسانی که در اینجا اشتراک کردن امیدوارم هستیم که کسی فایده و بهره به دست آورده باشد. بارک الله فیکم. الله جزای خیرتان بیاد برای اشتراکتان. الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشد و توفیق بر بندگی شما را زیاد نماید و شما را از اهل خیر، خاصتا بعضی از برادران و خواهرانی که در اینجا در درس دائم اشتراک می‌نمایند، الله شما را از اهل خیر قرار بدهد. همون دعایت را الله مستجاب بگرداند. ای پروردگار من دلم را برای خیر قوی مستحکم بگردان. الله شما را از اهل خیر قرار بدهد و بر ما و شما توفیق عمل کردن و نصیب راضی بگرداند. الله از ما و شما راضی باشد، ما و شما را خوشبخت و خوشنود بگرداند و در راه خیر قدم‌های ما را مستحکم بگرداند و از راه شر و بدی‌ها ما و شما را دور بسازد و ما و شما را در راه خیر دست یاری دراز کند و ما را هیچ وقت حتی یک لحظه به نفس خودمون نگذارد، به حالت خود نگذارد. بارک الله فیکم. همیشه الله سبحانه و تعالی را مراقب بدانید و تلاش نمایید که از هر گونه فسادی دوری بجویید
و درستی فسادی ها قلب انسان را نمیراند. هنگام قلب انسان مرد دیگر فسادی ها و گناه و معصیت برای انسان عادی میگردد. هنگام گناه و معصیت برای انسان عادی گشت و خطر هلاکت انسان قریب رسیده است. برای همین پیش که به سوی هلاکت قدم میزنی اعمالت را اصلاح نما، به سوی الله سبحانه و تعالی باز بگرد، از اهل خیر بگرد. اگر از اهل بد باشی، بدکار، بد رفتار، بد اخلاق، بد گمان و بدی ها داشته باشی، به درسته که تو به هیچ کس ضرر رسانی نمیتوانی و با این سزای اعمال میرسی. ولی که از خوبان باشی و درست که همیشه در حق دعای خیر مینمایند، همیشه در حق دعای نیک مینمایند و در روز قیامت از اهل خیر، از اهل نیک و از اهل سعادت قرار میگیری. الله خیرتان بیاد و جزاکم الله خیرا. بار دیگر برای اشتراکتان الله موفقتان بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب